نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این برنامه در مورد یکی دو موضوع مهم که در هفته گذشته اتفاق افتاد صحبت خواهیم کرد. یک کلیپی داریم پخش میکنیم و انشاءالله در ساعت دوم برنامه تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت. اگر به یاد داشته باشید در هفته گذشته در مورد جنایت‌های مسیحی‌ها و همپیمانی نیروهای سازمان ملل و نیروهای غربی در بوسنی صحبت کردیم و اینکه افشاگری که در هفته‌های گذشته در روزنامه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرد، تورهای سیاحتی بود که در بوسنی در زمان جنگ در دهه 90 میلادی به راه انداخته بودند برای شکار مسلمان‌ها. و در اون برنامه ذکر کردیم که طبق اعترافات خودشون برای کودکان، برای زنان، برای مردان قیمت‌های مختلفی گذاشته بودند و ثروتمندان غربی برای شکار مسلمان‌ها به بوسنی می‌آمدند، برای شکار انسان‌ها. هنوز این خبر فراموشمون نشده بود که خبر جدیدی که همین دیروز پخش شد که در اعترافاتی که در جریان محاکمه بعضی از سربازان بریتانیایی اتفاق افتاد که اونا اعتراف کردند که در بین سالهای 2010 و 2013 در مناطق مختلف افغانستان برای تفریح و برای سرگرمی انسانها رو می‌کشتن. زنان، کودکان و انسانهای غیر نظامی و بیگناه رو می‌کشتن و این جریان‌ها رو هم پنهان می‌کردن از به اصطلاح مسئولین ارتش. حالا مسئولینشون هم کمتر از خودشون نیستن. اصلا برای جنایت آمده بودن اینها در افغانستان. هدفی غیر از جنایت نداشتن. در خبر میگه که یک افسر ارتش سابق بریتانیایی در شهادت خود در برابر یک کمیته تحقیقاتی اعتراف کرد که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان بین سالهای 2010 تا 2013 مرتکب جنایات جنگی از جمله قتل کودکان و اعدام مظنونان شدند. این افسر که با کد N 1466 شناخته می شود، روز یکشنبه در جریان تحقیقات مستقل درباره عملیات شبانه نیروهای ویژه SAS یا SBS در بین سالهای 2010 تا 2013 شهادت خودشون رو درج کردند و اضافه کرد که نیروهای ویژه انگلیس در عملیات‌های شبانه خود از سال 2010 تا 2013 اقدام به کشتار غیر نظامیان بیگناه از جمله کودکان و در میان خانواده‌هایشان کردند و با این وجود آگاهی گسترده در زنجیره فرماندهی هیچ کاری انجام نشده است. یعنی حتی فرماندهانشون هم اطلاع داشتن و کاری انجام ندادن.
اظهارات این افسر نشان می‌دهد که سلسله مراتب فرماندهی ارتش بریتانیا با وجود اعلام هشدار نتوانست جلوی تیراندازی‌های فراقانونی از جمله تیراندازی به کودکان را در افغانستان بگیرد. او گفت که زنجیره فرماندهی پس از نخستین بار به صدا درآمدن زنگ خطر در اوایل سال 2011 نتوانست جلوی تیراندازی‌های فراقانونی از جمله تیراندازی به 2 کودک خردسال را بگیرد. ظاهراً این کوتاهی به آنها اجازه داد تا سال 2013 به جنایت‌های خود ادامه دهند. این افسر سابق بریتانیا بیان کرد که نیروهای مذکور بعد از ارتکاب جنایات جنگی برای توجیه این جنایات دست به ارائه ادله و مدارک دروغین زدند و همچنین از اینکه در آن زمان چنین جنایتی را به پلیس نظامی ابلاغ نکرده ابراز پشیمانی کرد. ببینید دوستان عزیز، ما بارها این مطلب رو در برنامه‌های مختلف در اون زمان اشاره کردیم که این جنایتکاران صلیبی برای خالی کردن عقده‌های خودشون آمدن به سرزمین‌های اسلامی، به افغانستان، به عراق و حتی به سوریه، به کشورهای دیگه. اینها شعار دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق زن و حقوق کودک، شعارهایی که گوش مردم رو کر کرده بود. اما وقتی که پا بر این سرزمین‌ها گذاشتن، اون حقد و کینه‌های صلیبی که نسل اندر نسل در سینه‌های اینها پنهان بود رو در اونجا آشکار کردن. جنایت‌هایی رو که در زندان‌های قندهار، بگرام، در عراق، در ابوغریب و جاهای دیگر انجام دادن، شاید نسل جوان ما فراموش کرده باشن، اما تاریخ فراموش نمی‌کنه. اینها همونطوری که بوش در اولین سخنرانی خودش بعد از شروع جنگ‌ها در افغانستان و عراق اظهار کرد که این جنگ یک جنگ صلیبی است. جنگ صلیبی میدونید به جنگ‌هایی گفته میشه که در قرون وسطی کشورهای اروپایی به رهبری پاپ بزرگشون در کشورهای اسلامی راه انداختن. حتی در تاریخ میگن که در شهر بیت المقدس بعد از اینکه اشغال کردن بیت المقدس رو، جوی خون جاری شد در شهر از دستی که اینها مسلمان ها رو کشتن. در اندلس بعد از اینکه اشغال کردن اندلس رو از دست مسلمان ها، جنایاتی که در اونجا انجام دادن، دادگاه های تفتیش عقاید و زندان هایی که داشتن، شکنجه های عجیب و غریبی که انجام میدادن، همه اینها نشان دهنده این است که این دشمنان حقد و کینه عقیدتی و ایدئولوژیکی دارن بر علیه مسلمان ها و این شعارهایی که میدن همش خاکستری است که به چشم مردم میپاشن و واقعیت ها رو میخوان پنهان بکنن. این موضوع رو البته در شبکه‌های مختلف پخش شده و حالا روز به روز جنایت‌های بیشتری که اینها انجام دادن رو، افشاگری هایی که انجام میشه رو شاهد خواهیم بود و این متاسفانه عمل کرده این هاست. همچنین در هفته گذشته یک فرد افغان در آمریکا 2 افسر گارد ملی آمریکا رو در واشنگتن هدف تیراندازی قرار میده. یکیشون کشته میشه و دیگری زخمی است و کسی هم که این عمل رو انجام داده فعلا زخمی و دستگیر شده. با پخش این خبر دیدیم که همه رسانه‌های آمریکا، همه میدیای غرب سر و صدا را انداختن که بله مهاجرین است و افغان هست و فلان است و از این مسائل. اما آهسته آهسته واقعیت‌ها آشکار شد. اینکه این فرد یکی از همکاران نیروهای آمریکایی به ویژه سازمان استخبارات آمریکا CIA در دوران جنگ افغانستان بوده. این نیروها در سن 15 سالگی این شخص را استخدام میکنن. شما ببینید که از یک طرف داد میزنن حقوق کودک و نمیدونم حقوق انسان و اینا، یک طبق قانون غرب یک شخص نابالغ، یک کودک رو اینها بسیج میکنن برای همکاری با CIA. خب میدونید که از کودک ها میشه خوب استفاده کرد در جنگ ها، در جمع‌آوری استخبارات
این رو در قندار جزء نیروهای قطعه 01 به اصطلاح یا 01 و 02 قطعات نظامی بود که گردانهای نظامی بود که اینها رو آمریکا در اونجا افراد خاصی رو ویژه‌ای رو استخدام می‌کرد در اونجا و جنایاتی که اینها انجام دادن در افغانستان به هیچ کس پوشیده نیست. و این شخص و همکارانش و سازمان استخبارات آمریکا CIA و نیروهای آمریکایی و ناتو خاصاً در شهرهای جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان و شرق افغانستان و در مناطق مرکزی جنایت‌های بزرگی رو بر علیه مردم بی‌دفاع، مردم غیر نظامی به بهانه اینکه اینها طالب هستن و با طالب همکار هستن و فلان انجام دادن و این شخص با اینها در طول این مدت در جنایات اینها شریک بوده. بعد این شخص رو از فرودگاه کابل بعد از فروپاشی نظام جمهوری آمریکا انتقال میده، نیروهای آمریکایی انتقالش میدن به آمریکا. در اونجا حالا مدارکی براش میدن و در یک شرکت تجارتی در اونجا کار میکرده و اینکه چه چیز سبب شده که این شخص این دو افسر آمریکایی رو مورد هدف قرار بده. بعضی میگن فشارهای زندگی و اقتصادی و روحی و روانی و خلاصه. طبیعتا هر انسان هر چقدر جنایتکارم باشه، هر چقدر ظالمم باشه، یک فطرت انسانی وجود داره در درون انسان که همیشه حتی با همون طواغیت و با همون جنایتکاران هم در خلوتشون با اونها کلنجار میره. یک جنگ درونی در درون اینها وجود داره. همه ما شاید شنیده باشیم که بعد از شروع جنگ در عراق و افغانستان بیش از 30,000 سرباز آمریکایی اقدام به خودکشی کردند. یعنی شما تصور کنید انسان چه جنایتی انجام داده باشه که به این اندازه با وجود اون همه سنگدلی و قساوتی که اینها دارن، با وجود اون تمرینات و تدریبات سختی که اینها میبینن، با وجودی که اینها به بیرحمی و قساوت و آدمکشی تشویق میشن، بازم وجدان اینها حالا یک وجدان 1% هم اگر داشتن سبب میشه که اینها نتونن اون زندگی رو تحمل بکنن و دست به خودکشی میزنن. و 10,000 از نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی که در عراق و افغانستان جنایت کردن امروز یا تحت درمان روحی روانی هستند یا با مشکلات جدی روحی روانی گلاویز هستند. خلاصه این واقعیتی است که نشون میده اینها چه جنایت هایی رو مرتکب شدن که ما از خیلی از اینها خبر نداریم. مثلا در عراق شما تصور بکنید 4-5 نفر سرباز آمریکایی وارد خانه یک عراقی میشن، پدر و مادر و برادر یک دختری رو که در اونجا حدود 17-18 ساله بوده میکشن و بعد همه اینها به این دختر تجاوز میکنن و بعد از اون دختر هم میکشن و خونه اینها رو با آتش میزنن. حالا این 4 نفر یا 5 نفری که این جنایت رو انجام دادن چطور اینا شبها میخوابن؟ بعدن قضیهشون افشا شد و خلاصه به ظاهر میان اینها رو محاکمه میکنن و در آخر تبرئه میکنن و آزاد. اما اونها با وجدانشون، با اون فطرتی که در وجودشون هست، همیشه کلنجار میرن، یا خودکشی میکنن یا دیوانه میشن یا دست به جنایت میزنن. شما میدونید روزانه فقط در همین آمریکا بین 50 تا 100 نفر روزانه کشته میشه. روزانه، هر روز بین 50 تا 100 نفر در شهرهای مختلف آمریکا کشته میشه. اما جالب قضیه این است که این کشورهای طرفدار حقوق بشر و حقوق انسان و آزادی بیان یک جنایتی رو که یک شخصی انجام داده مثلا در آمریکا که جز خودشون بوده، نیروهای خودشون بوده و دست پرورده خودشون بوده، از سن 15 سالگی اون رو تربیت کردن، بعد امروز گناه رو انداختن به گردن مهاجرین و به گردن مردمی که اصلا در این واقعه دخلی ندارن و سببی نمیشه ارائه کرد که اینها هم شریک جرم این شخص هستن. اما باید
این عقده‌های درونیش و اینها به سر مردم خالی بکنن. و یک درس دیگری است این برای وطن فروشان، برای دین فروشان، برای ناموس فروشانی که در خدمت اشغالگران، در خدمت دشمنان وطن و دشمنان دینشون قرار میگیرن. شما هر چقدر که به اونها خدمت بکنید، هر چقدر که وطن فروشی و ناموس فروشی بکنید، هر چقدر که به اونها خوش خدمتی بکنید، اونها از شما راضی نمیشن. چون الله سبحانه و تعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هیچ وقت از شما راضی نمیشن. هر کاری که بکنید به خاطر پول، به خاطر منصب، به خاطر 4 روز دنیا، دست به دست اشغالگران و جنایتکاران دادن. و فیلم هاشو من در یک از برنامه پخش کردم که در جلوی سربازان اسپشیال فورس آمریکا با این دو و جبریش با پکول، همین وطن فروشان و خائنین منافقین، جلوی اونها وارد خانه های مردم می شدن، در نیمه شب زنها را از موهاشون می کشیدن و به بهانه چی که اینجا مثلا شوهر این طالب است یا مثلا برادرش طالب است یا پدرش طالب است. و این جنایت ها رو مردم ما نباید فراموش بکنن. و اون جنایتکارانی رو که در اون زمان در رأس قدرت بودن، در حکومت بودن، همشون والله از قنصل و سفیرشون گرفته تا وزیر و رئیس جمهوری که در 20 سال در نظام جمهوریت در کنار این اشغالگران و کفار و صلیبی ها با آنها خدمت کردند و با بیشرمی و بی‌حیایی امروز در هر گوشه و کنار دنیا کنفرانس میگذارن و خلاصه هنوزم در سرشون هوای برگشتن به افغانستان و ساختن حکومت و دوباره همون آش و همون کاسه رو میخوان دوباره را بندازن. و مردم ما باید بیدار باشن. مردم ما باید این جنایتکاران یا همون اصطلاحی که همیشه در برنامه میگم این فاحشه های سیاسی رو بشناسن و دیگر به حرفهای اینها گوش ندن و اینها رو باور نکنن. همینایی که داد میزدن از وطن دوستی و در هر مجلس میگفتن که والا طالبا نمیدونم افراد پاکستان هستن و ISI پاکستان اینا رو درست کرده و اینا در خدمت پاکستان و فلان. الان میدونید اینا کجا هستن؟ همین دیروز پریروزی که هیئت بلندپایه‌ای از همین جبهه آزادی و جبهه مخالفین احمد مسعود و جنرال ضیا و همین سگ‌هایی که تا دیروز خون ملت رو خوردن، وطن رو فروختن، ناموسشون رو فروختن به کفار، به اشغالگران، به صلیبی ها، در کنار اونها وایستادن، جنایت های اونها رو حتی توجیه کردن. همین ها یک هیئت بلندپایه‌ای رو چند روز پیش فرستادن به پاکستان و فعلا در اسلام آباد هستن و با حکومت پاکستان دارن مذاکره میکنن. میدونید برای چی؟ برای که امروز پاکستان تجاوز کرده به افغانستان، جنایت کرده در افغانستان. یک 4 روز امنیت و آرامی رو در افغانستان نمیتونه این حکومت دست نشانده کفار ببینه. پاکستان جنایتکاری که از روزی که این مملکت مثل غده سرطانی در این قسمت از آسیا تأسیس شده، غیر از خیانت به مسلمان ها، غیر از جنایت بر علیه مسلمان ها هیچ کاری نکرده. شما ببینید که اینها امروز رفتن در پاکستان و میخوان از پاکستان برای سقوط طالبا کار بکنن. طبیعتاً پاکستان به اینها جا میده، کمک میکنه و امروز همین 4 روز امنیت و آرامی و استقرار رو در افغانستان اینها نمیتونن ببینن. دوباره همون لندغربازی، دوباره همون فحشا و منکرات و شراب و کباب و زنایی که راه انداخته بودن در 20 سال در افغانستان، دوباره همون رو در سر میپرورانن. فکر میکنن که دوباره میتونن به افغانستان برگردن و دوباره همون وضعیت و همون مقام و همون مناصبی رو که داشتن به دست بیارن. من نمیدانم باور کنید اینها شرم دارن، حیا دارن. همین سیاف، همین احمد مسعود، همین صلاح‌الدین ربانی، همین سگ‌هایی که بودن در کنار این صلیبی ها و در کنار این جنایتکاران، با چه روی اینها دوباره میخوان به افغانستان برگردن؟ با چه روی اینها دوباره میخوان
مردم در کنار اینها بیستند دوباره باور کنید امروز یعنی از واقعیت نگذریم. کسانی که در داخل افغانستان زندگی میکنن درست است اشکالاتی هست، اشتباهاتی هست، انتقاداتی هست و بارها انتقاد کردیم، تندم انتقاد کردیم، اما امروز 4 روز در افغانستان یک صلحی، یک آرامشی، یک حکومتی، یک وحدتی امروز در افغانستان حاکم است. حدود نیم قرن به این طرف ما در افغانستان شاهد همچین استقرار سیاسی در افغانستان نبودیم که حداقل یک حکومتی باشه که از تمامیت ارضی این کشور، از منافع ملی این کشور دفاع بکنه و اینها دارن انجام میدن. با وجود همه اشتباهاتی که دارن، با وجود همه انتقادات برحقی که ما از اینها داریم و از هیچ کدام از این انتقاداتمون هم بر نمیگردیم و همیشه تکرار میکنیم. حق تعلیم زنان، رفتار خوب با مردم، شایسته سالاری، دوری از تعصب قومی، نژادی و زبانی، همه این انتقادات هست. اما شما تصور بکنید همینایی که دیروز دم از وطن دوستی و وطن پرستی میزدن امروز رفتن در آغوش پاکستانی که ملتشون رو داره بمباران میکنه، میکشه، میرن در کنار پاکستان میخوان بایستن، از اونجا میخوان بر علیه مردم خودشان، برای ملت خودشان. من تقریبا 20 سال پیش گفته بودم در برنامه زندگی اینها وطن فروشن، اینها دین فروشن، اینها ناموس فروشن، اینها انسانای بی شخصیتی هستن که به خاطر پول، به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر یک مقامی، پستی، همه چیز خودشون رو، حتی ناموس خودشون رو حاضر هستن فدا بکنن. امروز این واقعیت همه ما داریم میبینیم متاسفانه. خب دوستان عزیز، یک کلیپی هم در اینجا، چون هفته گذشته به اصطلاح در ایام فاطمه بعضی از دوستان کلیپ هایی رو فرستاده بودن، عکس هایی رو فرستاده بودن از پلاکارت ها و خلاصه وضعیتی که در مناطق اهل سنت ایجاد کرده بودن. یک کلیپی رو یک از دوستان فرستاد، خیلی جالب بود. این رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم با هم ببینیم. در مورد عزاداری است. اون خیلی از روشنفکرای ما مرسوم شد میگن اسلام به ما عزاداری رو تحمیل کرد. ندیدم هم تا الان کسی بهشون بگه که خب آقایان اسلام از عربستان اومده ظاهرا. خلیفه دوم، سوم، چهارم برادران اهل سنت شهید شدن، کشته شدن. برای کدومشون عزاداری میکنن؟ کجای اهل سنت چنین میکنن؟ ولی برای سیامک، کیومرث و دار دستش 1 سال عزاداری میکنن. این عزاداری های اغراق‌آمیزی که هنوز هم توی ایران هست، شاهنامه میگه که ریشش کجاست. هنگامی که ایرج به دست سرمتور کشته میشه، سیاه پوشیدن، کتل کردن اسبان، گیس بریدن، خاک به سر کردن، خودزنی، آتش زدن کاخ ایرج، این شعار که یا رسالات الحسین، انتقام گرفتن، این اصل شاهنامه. و فراگیرترین عزاداری ها عزاداری سیاوش که دیگه قمه زنی توشه. اولین کسی هم که قمه میزنه دیو گودرزه، فوق دستان به دشمن نمیرسه، از قصه خودم رو میزنم، کاری که شیعیان هنوز میکنن. پای برهنه رستم از زابل تا پایتخت میاد. عزاداری رو ما به این فرهنگ دینی افزوده ای. چه خوش با فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی علی گیر جای. بر این زادم و بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. من علی یا علی، علی یا علی. بله بینندگان عزیز، اینم و شهید شاهد من اهلها، خودشون شهادت میدن که اینها عزاداریاشون از کجا اومده. دوستان عزیز، یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. الحق صوت قد شجاني وبلغني الحق
والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی. یکی از عزیزان پیام گذاشتن که شما اگر واقعا حق پرست هستی و حق گفتن را دوست داری، این را پاسخ بده که طالبان باغ‌ها و خانه‌های ما را آتش زدن و مساجد ما را تخریب کردند در دوران اولشان. به چه دلیل کنار اینها قرار می گرفتیم؟ دوست عزیز، ما مردم یعنی یک مشکلی داریم در افغانستان. نصفی از ما تاریخ پرست هستن. ما تاریخ ما فلان است و این است، مثل ایرانی‌ها تاریخ 2500 ساله داریم و 5000 ساله داریم. نصف بقیه هم مرده پرستن. دوست عزیز، همین مجاهدین، همین جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، اتحاد اسلامی، معاذ اسلامی، نجات اسلامی، همینا 7 تنظیم به علاوه یا 12 تنظیم شیعه افغانستان به خاک و خون نکشیدن، سبب مهاجرت بیش از 10 میلیون انسان نشدن. بعد از رفتن روسا، بعد از سقوط نظام کمونیستی، همین کابل رو اینها سنگش رو خراب نکردن. همینا جنگ‌های قومی، مذهبی، زبانی رو همینا را ننداختن. همین سیاف هزارها رو نکشت، همین هزارها تاجیکا رو نکشتن، همین ازبک‌ها با تاجیکا جنگ نکردن. بعد آمریکا آمد، جناب عالی، جناب شما همان جنایتکاران را به عنوان وزیر، رئیس جمهور، وکیل پارلمان، قنصل، سفیر، معاون وزیر، معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم رئیس جمهور قبول نکردین. اگر مسعود در جنگ‌های داخلی شرکت داشت، ربانی شرکت داشت، سیاف شرکت داشت، حکمتیار شرکت داشت، همه اینها شرکت، محسنی و محقق و نمیدانم کابلی و مزاری و همه اینا شرکت داشتن. همینا رو شما به عنوان وزیر قبول نکردید. صلاح الدین پسر ربانی به عنوان وزیر خارجه قبول نکردید. افراد حکمتیار رو به عنوان مسئولین در همون حکومت قبول نکردید. خود همین حکمتیار رو در کابل جا ندادید، باهاش صلح نکردید. سیاف در پارلمان نبود. جنایاتی که خودش و فرزندانش و قوم و خویشش در پغمان کرد فراموش کردید. شما جنایت تقریباً 15-20 سال مجاهد نماها را در افغانستان دیدید، ولیکن باز اونها را به عنوان یک حکومت و جمهوری در افغانستان قبول کردید. از همون جنایتکاران خودشان، فرزندانشان، قوم و خویششان مسئول نبودن، قماندان نبودن، وزیر نبودن. امین عبدالله کی است؟ آیا در خرابی کابل عبدالله شرکت نداشت؟ مانند حکمتیار، مانند سیاف، مانند محقق، کابلی، مزاری، دیگران. همه اینا رو شما قبول کردید در نظام جمهوری. فرصت دادید برشان. 20 سال هیچ صداتون در نیامد. حکومت کردن. دیدید که چه جنایت هایی کردن. طالبان در دوره اولشان جنایت هم کردن. بله، این هیچ کس منکر نمیشه. اشتباهات زیادی کردن، خطاهای بزرگی کردن و عاقبتشون هم دیدید. ما چرا همیشه میگیم که دولت از نیروی ملت شد پدید؟ وای بر آن دولت که ملت را ندید. بر مردم ظلم کردن، این سنت الهی است. کسی که ظلم میکنه، الله متعال ظالمتر از او رو برش مسلط میکنه. ظلم کردن، خداوند ظالمین دیگری رو برشان مسلط کرد. مجاهدین آمدن ظلم کردن، خداوند ظالمتری رو بر اونها مسلط کرد. امروز اینا آمدن حداقل تا این لحظه به دور از شایعات و دروغ‌ها و اخبار کاذبی که در شبکه‌های معاند و دشمن افغانستان و دشمن مسلمان‌ها و دشمن ملت ما پخش میشه،
با وجود بعضی اشتباهاتی که وجود داره، اما فعلا بدیلی بهتر از اینها وجود نداره که برای شما بگیم که نه والا اینا رو قبول نکنید برید. کیا رو میخواید قبول بکنید؟ یا میخواید دوباره بجنگید، دوباره جنگ داخلی را بندازید، دوباره به سر و کله هم دیگر بزنن ملت؟ دوست عزیز، یک کمی منصفانه، تعصب متاسفانه خیلی بد چیزی است. من انسان عاقلی رو میشناسم، عاقل است، دانشمند، فهمیده، روشنفکر، در غرب هم زندگی میکنه، اما تعصب شخصیت پرستی، یک شخصیتی رو در ذهنش به عنوان قهرمان قرار داده، حاضر نیست که در مقابل او حرف خدا و پیغمبرم گوش بکنه. این چی است؟ این تعصب است. تعصب ملت ها رو بدبخت و بیچاره میکنه. خب دوستان عزیز، از همین لحظه شماره تماس برنامه زیرنویس شد و از طریق این شماره میتوانید هم مستقیم و هم با استفاده از برنامه واتساپ تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید. دوست عزیزی هم پیام دادن که در مورد استاد خلیل الرحمن سعید صحبت بکنید. یک جوانی هست، من بعضی از کلیپ هاش رو دیدم، بعضی از برنامه ها رو دوستان فرستاده بودن و جوان دعوتگری است، منتها مشکلات فکری و منهجی داره، مشکلات اعتقادی داره و من تعجب میکنم از بعضی از دعوتگران ما، خاصا جوانانی که فعلا خب در این زمان سوشال میدیا و یوتیوب و فیسبوک و اینها زود انسانها رو مشهور میکنه، معروف میکنه و هر کس برای خودش یک گروهی رو پیدا میکنه که براش چهچه و بهبه بکنن. بعد مشکل بزرگ این جماعت این است که وارد مسائلی میشن که نه درش علم دارن، نه در اون تخصص دارن و نه فهم دقیق دارن و یک بازاری که گرم شده در بین اینها متاسفانه تفسیر قرآن است. قرآن همه میخوان از قرآن سوء استفاده بکنن و درس‌های تفسیر قرآن گذاشتن جدیداً، یک مدتی بود و بعد متوقف شد و باز دوباره گذاشتن و من دارم مطابقت میکنم اینها رو و اشتباهات عقیدتی و منهجی فراوانی ایشان دارن و نصیحت من به دوستان و برادران عزیز این است که تا وقتی از عقیده یک شخص کاملا و 100% متأکد نشدید، برنامه‌های مهمی مانند تفسیر، مانند حدیث، اینا رو از این انسان اصلا گوش نکنید. چون بعضیا میگن که خب شما میگید گوش نکنیم، چرا گوش نکنیم؟ باید ببینیم چی میگن. مشکل این است که شما فرق بین سره و ناسره رو متوجه نمیشید. فرق زهر و عسلی رو که اینها با هم قاطی تقدیم شما میکنن شما متوجه نمیشید و این سبب میشه که مشکلات اعتقادی در بین مردم رایج بشه. به خاطر همین درسایشون قابل شنیدن نیست. دوستان عزیز، بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ بخیر؟ صدایم دارین؟ بله بفرمایید. میخواستم از شما یک سوال کنم که از نظر شما می گروه حاکم چگونه حکومت است؟ از چه نگاه برادر عزیز؟ خب من میفهمم که از چه نگاه شما از هر نگاه، مثلا از کدام نگاه اینا رو مثلا خوبتر میبینین از دیگه گروه ها؟ مثلا از نگاه استقرار، از نگاه امنیت، از نگاه وحدت کلمه‌ای که وجود داره، از نگاه خیلی مسائل. حالا مثلا شما ببینید ما یک وقتی در افغانستان استاد ربانی رئیس جمهور شد، درست است؟ بله. های استاد ربانی سلطه کامل به جمعیت اسلامی داشت؟ خب امنیت رو که خراب میکرد 20 سال جمهوریت. قبل از جمهوریت امنیت رو که خراب میکرد؟ نه، قبل جمهوریت که امنیت رو خراب میکرد. برادر عزیز، در جمهوریت، کدام جمهوریت؟ یک کشور اشغال شده از طرف 45 کشور دنیا. قبول داریم تحت اشغال امریکا بودیم، حکومت چند حکومت نبودی. خب همین کسایی که جنگ میکردن، با کی جنگ میکردن؟ با اشغالگرا جنگ میکردن یا با مردم جنگ میکردن؟ با هر دو جنگ
این حرف شماست، این حرف منطقی نیست. اصلا شما میدین دلیل آمدن امریکا چرا اصلا امریکا وارد افغانستان شد؟ چرا؟ خودتان میفهمین؟ نه نمیفهم، شما بفرمایید. این همین طالبا که امروز آمدن حکومت دیگه همین باعث شدن سبب این شدن که امریکا بیاد افغانستان اشغال کنه. دلیل چی بود که اول اینکه وقتی که گروه حاکم مثل طالب در بار اول که آمدن افغانستان را تحت سلطه خود توسط پاکستان گرفتن، ظلم بیش از حد کردن. یعنی آمریکا به خاطر ظلمی که طالب بالای مردم کردن آمد؟ نه بدر، او امریکا این بهانه قرار داد و وارد افغانستان شد تا مردم افغانستان رو چورش بال کنه. واقعا خنده‌دار است. در زمان بیل کلینتون، زمانی که استاد ربانی رئیس جمهور بود در کابل، وقتی که مناطق خوست و پکتیا اینجا را بیل کلینتون در زمان بیل کلینتون با 72 تا موشک بمباران شد این مناطق، اون موقع دلیل آمریکا چی بود؟ شوریش ها یا که مخالفینشون در اونجا قرار داد فرق دولت این مخالفین خود میزنه. ما نمیدونم که از شما طرفداری کنم از جمهوریت طرفداری کنم یا که از استاد ربانی طرفداری کنم یا از طالب طرفداری، میخوام حقیقت معلوم شه. حقیقت معلوم شه برادر عزیز. همین آمریکایی که آمد گفت در افغانستان حقوق بشر زیر پا شده، ما میخوایم که دموکراسی بیاریم. در عراق به خاطر چی حمله کرد؟ ما عراق کار ندارم. نه خب عراق افغانستان همزمان اشغال شد. در عراق گفتن که در عراق نمیتوانستن بهانه بیارن حقوق بشر رو، چون که مردم عراق در زمان صدام بهترین زندگی داشتن، صحت مجانی، تعلیم مجانی، مسکن مجانی، خدمات اجتماعی مجانی، همه چیز رو حکومت. در اونجا چه بهانه کردن؟ گفتن عراق سلاح‌های شیمیایی داره. درست؟ همین بهانه امریکا را با خاطر وارد شدن افغانستان طالبان مهیا کردن. برادر عزیز، اگر طالبان نمی بودن هر حکومت دیگری را می بود آمریکا می آمد، چون اونا نه به خاطر حقوق بشر آمدن، نه به خاطر حقوق انسان آمدن، نه به خاطر حقوق کودک و زن آمدن. شما به یاد دارین که در دوران جمهوری که آمریکا در افغانستان عملا آمریکا حکومت میکرد، حکومت آمریکا بود، آمریکا رئیس جمهور. بله در همان زمان در افغانستان حتی در قصر ریاست جمهوری، در وزارتخانه‌ها، زنهایی که برای شغل، برای یافتن کار مراجعت می‌کردن مورد تجاوز جنسی قرار می‌گرفتن یا نمی‌گرفتن؟ من یک بار دیگه میگم که من نه که از جمهوریت دفاع کنم، درست است؟ پس بهانه آمریکا برای حقوق انسان یک بهانه اشتباهی بود، واقعیت نداشت. اصلا میگم همین بهانه رو طالبان مهیا کردن. همین بهانه اگر طالبان نه همین بهانه رو برادر عزیز، همین بهانه رو به قول شما دکتر عبدالله و فهیم و همین منافقین همینا مهیا کردن. مگر مسعود قبل از کشته شدنش، دوست عزیز، مگر مسعود قبل از کشته شدنش به اروپا نرفت، سفر نکرد؟ مگر اونا رو تشویق نکرد که بیایید در افغانستان با ما کمک بکنید که ما این نظام سرنگون بکنیم؟ چرا ما از واقعیت ها چشم پوشی میکنیم؟ یک سوال دارم از ما. دکتر عبدالله فعلا در کجاست؟ در کابل. خب وقتی یک جنایتکار بوده که فلان و بس مردم چرا امروز میاد جنایتکار در پلیس طالب میبینید بگونی اینا جهاد پهلوی طالب نیست. طالب آمد عفو عمومی اعلان کرد. اگر امروز دوستم من بره در افغانستان شامل عفو عمومی قرار میگیره، در حالی که من در اولین برنامه خود گفتم عفو عمومی برای جنایتکاران اشتباهه. یک جنایتکار رو هیچ حکومتی حق ندارد که عفو عمومی بکند. عفو یک جنایتکار این به دست مردم است. مردمی که این همه بیوه‌زن، این همه یتیم، این همه کسانی که سبب شدن که در افغانستان در به در خاک بسر بشن به خاطر جنایت‌های دکتر عبدالله و فهیم و فلان و غیره‌ای که رفتن در بن افغانستان رو به آمریکا فروختن، اینها باید محاکمه شن در محاکمه علنی. مردم باید مسیر اینها رو تعیین بکنن، نه اینکه حکومت بیاد عفو عمومی بکنه اینا رو. اما عفو عمومی کرد. کدام دلیل داشتن می آمدین در سال اول که طالبان آمدن افغانستان گرفتن با اونا یک جای میشدیم میجنگید؟ یک دلیل منطقی برای من بیارین که ما میرفتیم حالا با طالبان یک جای میشدیم و الله متعال میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا.
الله متعال اجازه داده به کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، مورد اشغال قرار گرفتن بجنگن. بابا جان فرق بین امریکا و روس چی است؟ فرق بین امریکا و روس چی است وقتی که کشور ما را اشغال بکنه؟ آیا جهاد بر علیه روس ها جایز بود یا نبود؟ 100% جایز بود. بر علیه آمریکایی‌ها چرا جایز نبود؟ بر علیه آمریکایی‌ها جایز بود ولی کسی طالب کسی نبود که برای هر جایز بود. یاد من حرف شما رو شنیدم که کافر خوب از مسلمان بدتر بهتر است. این مثلا ببینید ما میتونیم وقتی که نگفتم همچین حرفی رو برادر عزیز. من همچین حرفی رو نگفتم. من گفتم کافری که عادل باشد، کافری که عادل باشد بهتر از مسلمانی است که ظالم باشد در حکومت. اما یک مسلمانی که موحد باشد ولو این که ظالم و ستمگر باشد، متوجه هستید؟ این به خاطر ایمانش به الله سبحانه و تعالی بهتر از یک کافری است که ولو اون کافر انسان خوبی هم باشد. خب فرض من بریم یک بار کم عقب‌تر بریم تاریخ. فرض امیر دوران حکومت اول طالبان یادتون درسته؟ بله. نه شما همین سوال من رو دقیق جواب ندادید. فرق بین جهاد با روس‌ها و جهاد با آمریکایی‌ها چی است؟ هیچ فرق نداره. همین طالب با آمریکا جنگید برادر گرامی، همین طالب با آمریکا جنگید. همین رهبرای بی‌غیرت و دیوس جهادی ما رفتن در کنار آمریکایی‌ها قرار گرفتن. همین طالب بیچاره‌ای بود که همین در مقابل آمریکا جنگید. شما را جهاد می‌دانین؟ جهاد برادر شاخ و دم نداره. همین که تو سلاح گرفتی بر علیه کفار جنگیدی جهاد است. شما که درک کردید بفرمایید جهاد در چه وقت بر یک مسلمانی فرض می شود؟ جهاد وقتی اشغال میشه، وقتی ظلم میشه، خودتون بهتر. خلاص اشغال شد افغانستان. ناتو آمد افغانستان رو اشغال کرد. 4 تا منافق هم رفتن دربن امضا کردن. 4 تا انسان بلند شدن جهاد کردن. بفرمایید. استاد گرامی گوش بگیرید. توی افغانستان امریکا آمد، درست؟ توی این 20 سال فقط 2000 تا الی 3000 سرباز امریکایی کشته دادین، درست؟ بله. بالای صدها هزار مردم غیر نظامی کشته شدن. صدها هزار؟ صدها هزار؟ صدها هزار؟ بله. این آمار کی نشر کرده صدها هزار رو؟ اصلا شما به اخبار درست جزئیات نکردید. یک بار بیاین خودتون یعنی صدها هزار نفر رو طالبا کشتن؟ صدها هزار نفر غیر نظامی رو طالبا کشتن؟ خب در شما که ادعا میکنید مثلا طالب جهاد کردی چطور 2000 امریکایی کشته میشه و 100,000 غیر نظامی و 100,000 غیر نظامی رو نیروهای آمریکا کشتن برادر عزیز. طیارهای بی 52 که بادغیس و یک مجلس عروسی را بمباران کردن، یک قریه کامل را از زمین نابود کردن. شما از برای خودش یعنی یک کمی منصف باشید برادر عزیز. اگر اطلاعات ندارید برید یک کمی چت جی پی تی، گوگل، فلان این آیت الله هایی که از در این اینترنت اینو بپرسید. برادر عزیز در بادغیس یک قریه کامل رو نیروهای آمریکایی نابود کردن در شب عروسی. گفتن که والا در اینجا طالب و مردم عروسی داشتن، به بهانه طالب آمدن نابود کردن. در وردک، در خوست، در پکتیا، در کنر، در ننگرهار، در شمال، در فاریاب، در این مناطق، در بادغیس مردمی رو که قتل عام کرد طیارهای بی 52 آمریکایی کرد یا طالب کرد؟ یک کمی منصف باشید برادر گرامی. ما خودمون در افغانستان بودیم میفهمیم که کی کرد. یک انتحاری که ما دو نمیدیم در یک انتحاری که مثلا کشته میشد، یک امریکایی کشته نمیشد، بالای 100-200 نفر مردم عام کشته میشد. شما اصلا نمیفهمید اینا رو. اولا نمیدانم کمی اعداد و ارقامی رو که شما بیان میکنید 100-200 نفر و صدها هزار نفر، برادر یک کمی مراجعه بکنید. این شمارهایی که ذکر میکنید شماره آیت الله قزوینی است دوست عزیز. اولا در حملات انتحاری که میشد بر کاروانهای نیروهای غربی، طالبا بارها اعلان کرده بودند که مردم ملکی و نظامی از کنار کاروانهای غربی دور شوند. مردمی که دور نمیشدن کشته میشدن. این جنگ بود. وانگهی ما هیچ وقت عملیات انتحاری که در بین مردم ملکی و غیر نظامی شده باشه بارها از 20 سال به این طرف محکوم کردیم، به نام جهاد باشه، به نام طالب باشه، به نام مجاهد باشه، به نام هر کسی باشه. عملیات انتحاری که در ببین انتحاری و غیر انتحاری که سبب کشته شدن مردم غیر نظامی بشه حرام است.
رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مجاهدین رو به جهاد میفرستادن میگفتن کودک را نکشید، زن را نکشید، مردم بی‌دفاع را نکشید، درخت‌ها را قطع نکنید، حیوانات را نکشید. خب وقتی که درخت و حیوان حقوق داشته باشه، مردم غیر نظامی اولاتر هستن که کشته نشوند. علی هر کس که این کار را بکند اشتباه. مشکل این است که اشخاصی مثل شما طالب رو به خاطر کشته شدن غیر نظامی محکوم میکنن، اما آمریکا و کرزی و اشرف غنی و ربانی و فلان و علان اینها رو به خاطر جنایاتی که کردن محکوم نمیکنن. به الله قسم اونها مثل پشکش ارزش ندارن. من نیامدم که میگم بارها براتون میگم که من نیامدم از جمهوریت از فلان و بسمدان از اونها تحقیری کنم. من اومدم که یک چیز حقیقی، یک حرف حقیقت رو براتون بزنم. لطفاً منصف باشید. چشم، من منصف هستم. از شما یک سوال میکنم برادر عزیز، یک سوال. شما از برای خدا منصفانه پاسخ دهید. امروز حکومت امارت اسلامی بهتر است یا جمهوری که بود؟ جمهوری اگر جنگ نمی بود بهتر بود. اگر جنگ نمی بود یعنی اگر خارجی ها نمی بودن؟ جنگ می طالبان می‌کردن. خب اگر خارجی ها نمی بودن یعنی؟ همین بله درسته. خب خارجی ها که رفتن اینا پیشتر از خارجی ها فرار کردن. چرا؟ کی ها؟ همین جمهوریتی ها. خب همین جمهوریت ها حکومت معامله کردن. خب اینا اگه شما بحث قومیتی رو ببینید اینجا، حکومت اشرف غنی بر اساس یک بنای قومی بنا شده بود، درسته؟ بابا جان، وزیر دفاع اشرف غنی یک تاجیک بود، از پنجشیر بود، بسم الله خان. رئیس امنیت ملی امین ناصالح، رئیس امنیت ملی امین ناصالح، امین از کجا بود؟ پنجشیر بود یا قنداری بودی؟ امین ناصالح پشت اشرف غنی رئیس جمهور استاد شده بود. و شما چرا میگین نظام قومی بود؟ نظامی که وزیر دفاعش تاجیک است، رئیس امنیت ملیش تاجیک است، رئیس پلیسش تاجیک است، رئیس گارنیزون کابل تاجیک است. چند درصد حکومت من قوم پرستی نمیکنم. خب من فقط میخوام چیزی که میفهمم بهتون بگم. 600 جنرال پنجشیری در همین حکومت بود برادر عزیز. 600 تا جنرال پنجشیری در همین حکومت بود. بعد میگین حکومت قومی بود؟ قومی شده رای بود. اگر قومی نبود اشرف غنی فرار نمیکرد و حکومت رو کاملا قومی نمیکرد. خب اشرف غنی فرار کرد، بسم الله خان چرا فرار کرد؟ خب همشون فراری بودن. اصلا حکومت استادتا هم پشتونا گفتن که فرار کو. خب استادتا هم یک انسانی بود که اول مجاهد درست بود، بعدا هم وارد دنیای به حساب انسان خرابی شدن. خب همه‌شان انسان خراب شدن که خداوند گمشان کرد. انسان خراب شدن، خداوند گمشان کرد. امروز اگر همین طالبان من بارها گفتم، اینا هم به مردم ظلم بکنن، اینها هم ستم بکنن، ظلم و ستم بکنن، اینها هم الله نابود میکنه. الله متعال ظالمین و ستمگران را از هر کسی که باشد پیروز نمیکنه برادر عزیز. تشکر از شما. ان شاء الله منم منتظر این هستم که یک کسی دیگه به اینا رو برداره. شما منتظری باشید که الله متعال یک امنیت و آرامی رو بیاره. شما از الله متعال طلب هدایت بکنید برایم برادر عزیز. امین. ولی از شما یک خواهش دارم. میشه بپذیرید؟ بفرمایید. از شما یک خواهش دارم. به والله امروز همین ملحدای و بیدین هایی که امروز هستن تمامشون از ظلم طالب ملحد شدن، چون که طالب امروز دین رو قسم معرفی کرده که همه مردمایی که علم کامل از دین ندارن فکر میکنن همین. خود در زمان جمهوریت که مردم میرفتن در اروپا و آمریکا مسیحی میشدن، در کلیساها غسل تحمید میگرفتن، اونا از به خاطر چی شدن؟ اون وقت طالب خو نبود، اون وقت آزادی بود. گوش بگیرید، برین بحث های ملحدای افغانستان رو گوش بگیرید، همش از طالبان نقد میکنن و میگن این طالب است. ما وقتی می نفرایی که میان با این ملحدا بحث میکنن همیشه طالبان میگن که اینا مسلمان نیستن، چون که اصلا عمل اینها به اسلام نمیخوره. کدوم یکی از اعمال اینها رو بیارید به من که اونا واقعا به اسلام دست بخوره عملشون. یعنی امروز که مردم ملحد شدن سبب طالب بوده. خب قبل از طالب که مردم ملحد میشدن سبب چی بود؟ مردم افغانستان، یک لحظه، وقتی که مردم افغانستان ببرک کارمند، رفیع الامین، عنایتا راتبزاد، دستگیر پنجشیری، اینا ترکی، اینا که آمدن کمونیست شدن، چند میلیون در افغانستان بیدین و کمونیست بودن، اینها رو کی کمونیست کرده بود؟ سببش کی شده بود؟ طالب؟ خب دولت کمونیست
کمونیستی بود. این من نبود دولت کمونیستی از برای خدا. دولت ظاهرشاه کمونیستی بود. یک دولتی بود که به حساب به سمت غرب گرایش داشت. پس به ضد غرب چرا مردم رفتن بیدین شدن، ملحد شدن؟ سببش طالب بود، ملا بود؟ خب گوش بگیرید، وقتی یک نفر میاد میگه من از اسلام، من نماینده اسلام، بعد میاد راستن روی مکاتب دختر حمله میکنه و بندش میگه این کجای اسلامه؟ وقتی که تو این حرفا رو بزنی یک شخصی که مسلمان باشه ایمان سوس میشه، میگه اگه این اسلام باشه من این اسلام قبول ندارم. والله او ایمانی که به خاطر بسته شدن مکتب، یک دقیقه، او ایمانی که به خاطر بسته شدن مکتب دخترها متزلزل بشه و رفته بیدین بشه، بذار که بیدین بشه. او اصلا از اسلام خبر نداره برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشید. خداحافظ شما. حالا باز دوستان عصبانی میشن که وقت زیاد میدهید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. دوست عزیز صدای تلویزیون رو ببندید از آلمان. لطفاً با گوشی تلفن صحبت کنید. بیننده گرامی از آلمان صدای تلویزیون رو ببندید. دوست عزیز بفرمایید. عزیزانی که تماس میگیرن لطفاً صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید تا بتونیم باهاتون صحبت بکنیم. دوست عزیز بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشین. سلامت باشید. خوبی شما؟ خواهش میکنم. استاد انصاری عزیز، من درباره حرفای شما اگه اجازه بدین دو تا سوال کوتاه از شما داشتم. شما همیشه انصافا آدمی هستی که بالاخره اون چیزی که عقیده داری و میگی. مثلا من دیدم میگی حکام عرب بالاخره خیانتکارن، دست نشاندن. من سوالی که از شما دارم، یه میان برنامه گذاشتین که یه برادری داشت تو سوریه حالت آواز میخوند و از آزادی و خوشحالیش میگفت. میخواستم اول از شما بپرسم آیا شما واقعا همچین نظری دارین که الان سوریه اوکی شد و این کاری که احمد شهر میکنه درسته، یا اینم در همون راستای حکام عرب میبینید؟ دوست عزیز این رو من صراحتا پاسخ میدم، ما مجامله با کسی نداریم. نه، خیلی از کارهایی که احمد شهر داره انجام میده کارهای درستی نیست، اما همین که ریشه نفوذ جنایتکاران رافضی ایرانی رو از سوریه کند به همه چیز میارزه. درست میگه. یعنی ببینید استاد انصاری، اینی که الان سوریه بالاخره با جیپ هاشون اسرائیلیا میان تا 10 کیلومتری دمشق. بله، چرا زمانی که ایران اونجا بود چرا زمانی که ایران اونجا بود نمی اومدن؟ چون که ایران با خودشون همکار بود، نیازی نبود که بیان. الان دارن احساس خطر میکنن چون اینا میدونن که اهل سنت دشمن یهود هستن. ایرانی‌ها دشمن یهود نیستن، شیعه دشمن یهود نیست. مؤسس شیعه‌گری رافضه‌گری یکی بودن، بله، و یکی هستن. و هیچ وقت اسرائیل من دوست عزیز، من الله متعال شاهده، اگر 1% شک داشته باشم که رافضی های ایرانی که امروز حکومت میکنن در ایران دستشون با اسرائیل در یک کاسه نیست، باور کن برای 1 ثانیه هم جلوی تلویزیون ظاهر نمیشن. اگر 1% شک داشته باشم. در طول تاریخ با صلیبی ها اینا هم کار بودن، با یهود اینا هم کار بودن. تاریخ اینها نشون میده که اینها دستشون در یک کاسه است. شما فریب این شعارهای الکی رو نخورید. مثلا 40 سال اینا شعار دادن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. چی شد؟ عراق رو با آمریکا اینها دادن، افغانستان رو با آمریکا اینها دادن، شوروی رو روس‌ها رو مگر خود نظام اعلان چند روز قبل ندید در مصاحبه‌هاشون یکی از افسران سپاه پاسداران گفت که آقای قاسم سلیمانی خودش رفت روس‌ها رو گفت که بیایید در سوریه. و همین روس‌هایی که در سوریه اومدن صدها هزار مردم سوریه رو قتل عام کردن، آقای قاسم سلیمانی رفته بود اینا رو دعوت کرده بود. میگه با افتخارم داره میگه به خاطر چی؟ به خاطر که یک توازن قدرتی در منطقه ایجاد بکنه. ایشون خیلی یک آدم متفکری بود. الی جهنم و بئس المصیر. حالا استاد انصاری عزیز، اینو که شما میفرمایید واقعیت من 180 درجه مخالفم،
ولی بحث ایرانی میشه بخوام دونه دونه این مصداقایی، ولی اینی که شما میگی ایران و اسرائیل دستشون رو هم با این، یعنی تمام این مسائل رو آدم باید چششو ببنده این حرف رو بزنه. حالا نظر شما من احترام میذارم. استاد انصاری عزیز، درباره افغانستان من یه سوالی از شما داشتم. ببینید شما میگین که استقلال و اینا درست هم میگین، من موافقم، خارجی نباید کشور رو بگیره، اما آیا این که کشور رو به قول شما گرفتن از دست خارجی الان دارن با مردم اونجا چیز؟ آقای انصاری نصف جمعیت یه مملکت زنانن، ما از حق نصف اینا اگه به این راحتی بگیم حالا زنان تو خونه، این اصلا نمیشه به این راحتی. یعنی شما مملکت رو از آمریکا پس گرفتی، باری کردن، ولی نه اینکه زن خار مادر خودش آدم گروگان بگیره. اینم شما باید کی گفته که گروگان گرفته؟ همین که یه خانومی حق و حقوق نداره بره مثلا چه حق و حقوق نداره؟ کی گفته که درس نخونه؟ کی گفته درس نخونه؟ همین الان در افغانستان دانشکده های پزشکی برای دختران باز است، در رشته‌هایی که نیاز هست. اول بستن، درست است، سال اول و دوم بستن، بعد از اون باز کردن بعضی رشته‌هایی که نیاز است. ببینید این یک تفکری است که ما داریم این تفکر رو انتقاد میکنیم، خودمون ما منتقد این تفکر هستیم که آقا اجازه ندیم که دخترها برن دانشگاه، دخترها برن از کلاس ششم به بالا درس بخورن. این انتقاد بر جا هست، منتها از نگاه اقتصادی، امنیتی، سیاسی، تمامیت ارضی، استقلال، آرامش، سکون، خدماتی که به ملت داره ارائه میشه، یعنی شما تصور بکنید شما پایتخت افغانستان مناطقی بود که کوچه هاش تا هنوزم آسفالت نشده بود، اینا آمدن سنگ فرش کردن در اونجا. الان من بگم نه اینا بدن، جمهوریت جنایتکارانی که سابق بودن اونا خوبن به خاطری که اونا همزبان من بودن، تاجیک بودن یا فارسی زبان بودن؟ نه والله، سگ اون پشتو زبان قنداری بر اون تاجیک وطن فروش خائن بی‌ناموس شرف داره. ما متعصب نیستیم برادر عزیز. استاد انصاری عزیز، ببینید من میفهمم چی میگین، اما این معیار رو اگه من چون ایرانی هم، خب ما خیلی با افغانستانیان بالاخره اشتراکات داریم. ببین الان تو ایران هم با این معیاری که شما میگی اگه من بخوام بسنجم، حکومت ایران اصلا نمبر 1 جهانه، چون جلوی کل دنیا اون آتا، ولی بره مردمش بپرس میگن سر به تن اینا نباشه. مردم اون کشور آقای انصاری مهمن، زنان افغانستان نظرشون پرسیده نشده، یا ایران فرقی نمیکنه. ببین ایران هم همین کارا رو کرده. اگه ما بگیم استقلال درسته، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه من مردم داخل رو گروگان بگیرم، بگم استقلال داریم، بدتر از اون خارجی بشم. الان نه کی گفته اینو دوست عزیز؟ کی گفته اینو؟ کی گفته گروگان گرفتن؟ الان شما مثلا تو صفحه تلویزیونتون نگاه بکنید، الان 2 روز پیش یک نمایشگاه در کابل برگزار شد. من این تصاویر رو دوستان عزیز من اینجا بگذارم. یک نمایشگاهی در کابل برگزار شد زیر سایه همین طالبان. شما متاسفانه این افکارتان، تصویر ذهنی که دارید از کجا میگیرید؟ از BBC و صدای آمریکا و دوچه وله و نمیدونم افغان اینترنشنال و ایران اینترنشنال. این نمایشگاه در کابل برگزار میشه چند روز قبل. در این نمایشگاه زنان به اصطلاح بازرگان افغان منتجات تجاریشون رو در اینجا عرضه میکنن. آقا اینا رو مردم به گروگان گرفتن. نگاه کنید این تصاویر دوستان عزیز. بابا جان میگن بی حیایی نباشه، بی حجابی نباشه، نمیگن با شما برید تو خونه بشینید، میگن برید کار بکنید، تجارت بکنید. اینا رو کی چیزی بهشون گفته؟ اینا اینجا همه زنن. این تصاویر رو نگاه بکنید. این زمان جمهوریت نیست. در زمان جمهوریت همین زن بیچاره افغان به خاطر شغل و کاری اگر میخواست مراجعه بکنه به یک وزارتخانه، اولین پیشنهاد بهش پیشنهاد جنسی میشد. آقا امشب بیا با وزیر بخواه، فردا تو رو سکرتر تعیین میکنه. ببین این طالب هم داره اینجا میگه. این تصاویر دارید میبینید یا نه؟ بله من دارم میبینم. خب اینا زنن یا موجودات دیگری ان آخه؟ عزیزم اینا همه بچه‌های افغانستانن. اون کسی که تو جمهوری هم کار میکرده پیشنهاد جنسی بیشرمانه میداده، یا اون کسی که طالب، همه اینا بچه‌های افغانستانن. ایران هم همینه. تمام اینا که میبینید. خب شما الان لحظات پیش گفتید که طالبا زنا رو گروگان گرفتن. شما لحظات پیش گفتید طالبا زنها رو گروگان گرفتن. این زنهایی که الان اینجا دارن تجارت میکنن، کار میکنن، الان بعضیاشون باور کنید بعضی از این لباسهایی که اینا پوشیدن این لباسهای شرعی نیست. کجاست مثلا این سختگیریایی که ادعا میکنن زن رو نمیذارن که از خونه بیاد بیرون؟ شما متاسفانه تصویر ذهنیتون رو از BBC و صدای آمریکا و دوچه وله میگیرید. تقصیر ما نیست دوست عزیز. برید افغانستان، برید از نزدیک ببینید وضعیت مردم رو.
نظامی میخواد، یک انتخاباتی میخواد، مردم بفهمن رئیس کیه، 4 سال بعد راضی نبودن. آخه اینی که یه عده، حالا ببخشید من که با دوست عزیز الان شما دارید از کدوم انتخابات صحبت میکنید؟ الان در کشوری که 45 سال جنگ بوده، در اونجا شما میخواید انتخابات را بندازید. آقا انتخابات کرد، همین مگه کرزی انتخابات نکرد؟ اشرف غنی انتخابات نکرد؟ دیدید که چی شد؟ توی مملکت 2 تا رئیس جمهور. بهتر از اینا بود انصاری جان. به نظر شما بهتر بود؟ امروز برید از مردم افغانستان بپرسید. ببین یه آینده میشد براش تصور کرد. الان اصلا آینده نمیشه تصور. اون موقع میگفتی آقا نظام جمهوری همینجوری میره جلو، غربال میشن 20. ولی با این اوضاع اصلا هیچ آقا 20 سال یک عمر انسان است. یک نظامی که بعد از 20 سال نتونه غربال بشه، نتونه درست بشه، شما چه توقعی ازش دارید؟ با یک نسل سوخت، یک نسل رفت. تشکر میکنم از شما دوست عزیز. بابا عصر عجل نیست دوست عزیز. شما نگران نباشید. شما نگران نباشید. برای اولین بار یک نظامی در این کشور اومده که در جلوی توسعه طلبی آخوندهای شداد ایرانی وایستاده، در جلوی ظلم و ستم پاکستانی‌ها وایستاده. هر چی که هست انشالله که از این بهتر میشه. من قطع نکردم، خودشون رفتن، یا شاید هم خودش قطع شده باشه. دوست عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم استاد ارجمند. علیکم السلام و رحمت الله. استاد ارجمند، اگر اینها به شبکه‌های مخابره‌ای توجه کنن، بله حرفشون درسته. بیاین به این یوتیوبرهای ایرانی توجه کنید، با عزت و احترام از این ور افغانستان تا اون ور افغانستان به راحتی حرکت میکنن. سربازان اونجا، بزرگان اونجا دعوت به چایشون میکنن، دعوت به غذاشون میکنن. ملت هرات، مردم بدخشان، هر جا اینا وارد شدن، حتی ما دیدیم خیابون ها و آسفالت نبود، بعضی حتی جاده ها، ولی امنیت داشتن با عزت و احترام. چرا نمیان اینها بگن همین ملتی که الان داره حکومت میکنه تو این 100 سال، تو این 200 سال چقدر جامعه های قبلی به اینا ظلم کردن؟ آیا به اینها اجازه دادن که آزادانه زندگی کنن؟ آیا برای اینها امکاناتی در مناطق خودشون گذاشته بودن؟ اگر از این ور میگن همین افرادی که الان دارن حکومت میکنن اینا مگه فرزند نداشتن؟ مگه زن و بچه نداشتن؟ مگه اتفاقا مرزنشین هم بودن؟ آیا امکاناتی برای استان اینها، برای منطقه اینها همین حکومت قبلی گذاشته بود؟ اینها به خاطر دینشون اومدن این کارو کردن و اساس اینها هم اینه که اکثریتشون اهل سنتن. یعنی ملت افغانستان اکثریت اهل سنته. تو این 45 سالی که این حکومت اومده رفته، همین جمهوری اسلامی آخوندی، آیا یک انتخابات درست انجام داد؟ آیا این 30% اهل سنت رو در نظر گرفت؟ آیا اقلیت ها رو در نظر گرفت؟ رشوه در این مملکت زیاده. این آقای که میاد زنگ میزنه از حکومت افغانستان انتقاد میکنه. حکومت قبلیشو رفتن تو خونه های زن و بچه اینا دیدن پر مشروبات الکلی، انبار مشروبات الکلی از همه جای دنیا اونجا داشتن. اگر این ادامه پیدا میکرد اینا خوشبخت میشدن. مملکتشون دست یک سری افرادی بود که مثلا نظامی بودن، 30,000 نفر اومدن الکی ثبت نام کردن، پولا اینا رو میزدن به جیب، دزدی ها، جنایت ها. اینا دموکراسی خواه بودن قبلی ها. ما اینا رو رصد کردیم، این آقا حتما رصد کرده. یه سری آدم دزد بودن توی اینا. اگه سالم بودن که فرار نمی کردن. اگه اینا سالم بودن، متحدن با هم بودن، یه حرکتی می زدن. همشون برادر عزیز، همشون الان در قصرهای خودشون در دبی، در ابوظبی، در ترکیه، در اروپا، در لندن، در سوئیس، در آمریکا دارن زندگی میکنن. ملت بیچاره رو رها کردن رفتن. استاد اگر در ایران آمریکا حمله کنه، همین ها هم آفتابه هاشون رو برمیدارن فرار میکنن. همین سرمایه داره سپاهی. یعنی اینها چون ملت براشون مهم نیست، بدونن جونشون در خطره،
بدونم باید یه جا یه ذره عرق بریزن، یه ذره تلاش کنن، میگن ما که پولمون رو دزدیدیم، فرار میکنن میرن. مثال این حکومت همون حکومت فراری افغانستان بود که میگن چرا فرار کردن؟ برای اینکه دزد بودن، برای اینکه دزدی‌هاشون کرده بودن، منتظر فرار بودن. اصلا این آخونده هم منتظر فرارن. درست. ولی شما خواهشاً از این یوتیوبرهایی که ایرانی که میرن اونجا با عزت و احترام، با بسیار خوب تو رستوراناشون میرن، این یوتیوبرها رو نشون بدید. درست. ببینید دوست عزیز، من دیدم، دوستانم شاید دیده باشن، یعنی شما تصور کنید 4 سال قبل در زمان حکومت جمهوری آقا وزارت دفاع بود و نمیدونم وزارت کشور بود و استخبارات بود و 45 کشور دنیا سربازاشون اونجا بود. شما بعد از ساعت 10 شب جرئت نمی‌کردید در پایتخت از خونت خارج بشی. امروز ایرانی میاد از مرز رد میشه تا بدخشان میره برمیگرده، شب و روز در راه، کسی بهش نمیگه بالای چشم دبروس. بعضی از ما خیلی بی‌انصافیم، باور کن. استاد مگه یکی اروپایی توی ایران نیومد بهش تعرض کرده بودن؟ همین ایرانی‌ها. مگه ماشین چپ نمیشه میرن میدزدن از اموال این ماشین؟ تو سیستان بلوچستان ولی مردمی که پول هم زیاد ندارن بار مردم رو گذاشتن سر جاش، گذاشتن رو ماشینش بود، با سلام و صلوات بایستادنش رفت. درست. خب این فرهنگ اهل سنته. اینا رو چرا نمیبینن؟ چرا یه دوچرخه سوار میخواد بیاد از ایران رد بشه ترس داره؟ درست. این کجای فرهنگ ماست؟ بعد میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوالوز به دیگران. تو اول بیا ثابت بکن که توی مملکت ایران که آخوندیه، اون فرهنگ درست رعایت شده، اون اسلام درست رعایت شده، عدالت درست هست. یه نفر از خارج میتونه بیاد از تبریز بلند شه بره از جنوب ایران رد شه با سلام و صلوات. ما خودمون جرئت نمی‌کنیم سوار دوچرخه بشیم بخوایم از تهران مثلا بریم سمت شیراز. معلوم نیست وسط راه چی میشه. ما خودمون اطمینان نداریم. 10 شب که میشه میترسیم بریم بیرون، میگیم نکنه الان یه موتوری بیاد موبایلمون رو بدزده، جلومون رو بگیره. ما خودمون الان تو تهران هم امنیت نداریم. با خدا قسم استاد دروغ نمیگم، خانواده ها به بچه هاشون میگم پسرم یه وقت 10 شب 10 شب دیگه تو خیابون راه نری، موبایل دستت داری نگاه میکنی، یه دفعه میاد از پشت میگیرنت. و شده این اتفاقا افتاده. درست. تو تهرانش امنیت نیست. حرف زیاده استاد. بیاین مقایسه کنین امنیت رو توی اون کشور توی ایران. مگه خامنه‌ای نمیگه امنیت داریم؟ کو امنیت؟ ما عدس همین حکومت هم امنیت نداریم، چه برسه عدس دیگران. درست. فقط اینا بلدن استاد دروغ بگن، بعد برن التماس عربستان کنن تو رو خدا یه کاری کنن به ما حمله نکنن. فقط دروغ میگن. نه آقا آخرین مطلب استاد، افغانستان اکثریتش اهل سنت، خودشون میدونن دارن چیکار میکنن. هیچ دخالتی توش نیست. خودشون اکثریت اهل سنتن. ما کشورمون اکثریت شیعه نیست الان دیگه. ما مثلا موحدین یا اهل سنتی که تو ایرانه، بیا یه رأی‌گیری کنن ببینیم اهل سنت ایران چی میخوان، شیعه ها چی میخوان. درست. خود شیعه ها الان چند دسته شدن، خودشون هم الان یه سری ها میگن ما دیگه حرفای اینا رو قبول نداریم، علنا نمیگن. درست. تشکر از شما دوست عزیز. الله مطالب سم کنه. تشکر از شما. استاد نظرمو بگم. بفرمایید. خواهشاً کوههای افغانستان ما 500 قله بالای 5000 متر، 300 تا 400 تا قله بالای 5000 متر در افغانستان است. اگر از جهان بیان اینا رو بخوام فتح کنن، پول هنگفت گیر افغانستان میاد. یعنی این آثار طبیعیش میتونه پول بیاره. فتح قله ها از خود ایران هم بلند میشن میرن اونجا. درست. این دوستی ها باید ادامه داشته باشه استاد. درست. تبلیغ این یوتیوبرها رو حداقل اینجا بکنین تو شبکتون، بیارین ببینید یوتیوبرهای ما رفتن تو افغانستان با چه عزت و احترامی رفتار شد باشون. تبلیغ کوهاتون هم بکنین، کوهاتون با ارزشه. درست. زنده باشید دوست عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید استاد انصاری عزیز. سلامت باشید. الله سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده و به همه کسانی سلامت باشید. برای رضای الله سبحانه و تعالی دین اون رو به درستی تبلیغ میکنن. آمین. آمین. تشکر از شما. همین رژیم شیعیان، همین رژیم جنایتکار کودککش که ولی امرش خدایش علی خامنه‌ای است، سال 2001 دست در دست امریکای جنایتکار، امپریالیسم گنده دنیا داد، رفت حکومت طالبان رو در افغانستان ساقط کرد. این یک. 2003 دست در دست امریکای جنایتکار خونخوار داد، رفت عراق رو اشغال کرد. بعد همین امریکای جنایتکار عراق رو دو دستی تحویل این رژیم شیعیان داد تا بتواند هلال شیعیش رو تکمیل بکنه. اما دست الله سبحانه و تعالی بالای همه این دست است. مکر الله سبحانه و تعالی بالای همه مکر جنایتکاران از بالای مکر کسانی است که اعتقاد دارند همه مردم دنیا حرامزاده هستند. ببخشید این سخن میگم، الا شیعیان نباشه. حالا شیعه کی؟ نه شیعه امام علی رضی الله عنه، نه شیعه این ائمه که اونا خودشون باور دارن، شیعیان کلینی صدوق، عرض به خدمتتون توسی، شیعیان ابن سبع یهودی. بله بله. خلاصه اینا در اصل شیعیان این اشخاص هستن، این اشخاصی که براشون حدیث درست کردن، براشون در مورد فاطمه رضی الله عنها دختر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث دروغین درست کردن که چیکار کنن که هیچ بهانه گیر نیارن، به وسیله این حدیث دروغین که فاطمه رو امام عمر رضی الله عنه شهید کرده، بیان اینقدر دیگه مسلمانان رو تکفیر بکنن و دوباره خون مسلمانان رو بریزن، به باور این که دارن در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکنن و به بهشت خواهند رفت. ولی این بدبختا به لطف الله سبحانه و تعالی در دوزخ هستند و در آنجا هیچ فریادرسی غیر از الله سبحانه و تعالی ندارن. گویی که باور دارن در دوزخ امام علی نجاتشون خواهد داد. زی خیال باطل. ولی یک چیز دیگه استاد، ببینید کسانی که برای رضای الله سبحانه و تعالی همت گماشتن، اسلحه دست گرفتن و رفتن سوریه، الان خصوص از کردستان ایران و از کشور ایران نگاه کنید، رفتن با اونا، با همین احمد شرق که شما اسمشو آوردید، رئیس جمهوری اکنون سوریه. بله. با گروه اونا متحد شدن علیه همین رافضی‌ها و شیعیانی که میرفتن در اونجا کودک مسلمان رو میکشن. کسی که اسمش عمر بود، ببخشید این سخن میگم، حالت تناسلیش رو قطع میکردن و اونا مبارزه کردن، اونا رو شکست دادن و بعد همین بشار اسد ملعون رو اونم شکست دادن و سوریه افتاد دست خودشون. دوستان ما الحمدلله اینجا هستن، آسوده هستن. من یکی تعریف میکرد، میگفت در شهر خودمون که بودم کسی میومد، مهمونی میومد، دوستی میومد در میزد، میگفتم آها اداره اطلاعات اومده ما رو بگیره. ولی الحمدلله اینجا آزادم، راحتم، این ترسو ندارم. و همین مثلا اشخاص به خاطر رضا الله سبحانه و تعالی خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردن، زن و بچه خودشون رو ترک کردن، رفتن سوریه. الحمدلله الان اونجا در امنیت هستن، یعنی کم اونجا امنیت دارن. درست. افغانستان هم الحمدلله اینطوریه، یعنی اگر همین حکومت سیاست‌های درستی به خرج بده و برگرده به اسلام راستین، مطمئن باشید افغانستان هم روی خوش به خودش خواهد دید، آسوده خواهد شد. ولی این مملکتی که به ادعای همین شیعیان، این راویان دروغین تشیع میگن دست امام موهومه، ببینید 46 ساله که دست این امام موهومه است، این امامی که مادرش خودشون تعریف کردن چه شکلیه، نرگس خاتون، 46 ساله فقط فاجعه و بدبختی به بار آورده برای مردم، برای مسلمانان، برای کسانی که میخوان حق خودشون رو بگیرن. خیلی خوب، من استاد زیاد از این صحبت تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. صحت شما خوبه؟ صحت باشید. سلامت باشید. جناب آقای انصاری، از افغانستان تماس میگیرم. فقط خواستم برنامه‌تان رو گوش میکردم، چند کلمه حقیقتی که بگیم. بفرمایید. اقتداری که راجع به افغانستان
با یا صحبت میکنه در قرن اول. من خودم زمان جمهوریت هم که بود دیده بودم این خائنا رو که چه حالتهای بود در افغانستان و چه وضعیت بود، دزدا و مثلا موبایل دزدا و موتورسیکل والا را که مثلا به خاطر یک موتورسیکلش میکش میبرد، موتورسیکلش میبرد. خودم دکاندار بودم، نزدیک خانم دکان بود و خطا به شب کسی اصلا گشتن نمیتونست. دیگر که قضا میشد دیگه کسی جرأت نمیکرد که دکانش باز باشه. یعنی یک قلمرو خانه ما بود تا خانه خود بسیار به ترس با دو پسر خود بسیار با ترس و وحشت تا خانه خود میرساندیم. عرض کنم خدمتم یک تعدادی که از داخل افغانستان خبر نیست، همین گپ‌های زیادگی رو میگن، خوب نمیگن. من خودم شخصا نه طالب هستم نه جمعیتی بودم، یک نفر حادث هستم و کار تجارت شخصی خود مشغول هستم، اما از طالبان نهایت سپاسگزار هستیم به این خاطر که بهترین همیت حوله آرامش از همیت از نیمایش بود. 12 یک شب دوی شب تا صبح بگردی کسی نمیگه چی کار میکنی یا چی کجا میری چه قسم است. امنیت کاملا الحمدلله برقرار، خوب. اما این یک تعدادی که از بیرون هستن مثل شبکه انترنشنال ولی یک شیطان ناپق است، شبکه انترنشنال ولی گپای دروغ هم میگن و من واقعا تعجب میکنم. الحمدلله گفتم دروغ نمیگم، به خدا قسم است، الحمدلله افغانستان آنقدر اهمیت است، هم از نگاه آسایش بگویم تو، از نگاه دزدایی که فعلا هیچ نیست و از نگاه که حتی بچهای مراحت به مکتب میره و از نگاه از این که مثلا میگن که زنا را فشنشه کرده نیست، زنا را نکرده. فعلا الحمدلله کلی که بر مکاتب‌های دینی میروند و مدارس دینی میروند و تحصیل خدا میکنن. اما این که فعلا شرایط آماده نیست که مثلا کاملا مکتب‌ها را برای دخترای کلانسن هم باز کنن و مرور زمان بخیر باز میشه و هم کاملا درست میشه. نمونیش همی ببخشید که وقت کنه خواهد گفتم، نمونیش همی کباتر پاکستان سالها ما را میزد، از زمان جمهوریت روزی 1000 تا 2000 تا راکت میزد، یک کسی خائنا دفاع نمیکرد. امروز الحمدلله یک راکت یا سری جوابش همین قهرمانای امارات اسلامی جوابش میدن. والی بازاری حق در پاکستان که عربستان و ترکیه کجا رفته که جلسه بگیریم که مرز باز کنیم. الحمدلله شیرمردان افغانستان گفت دیگه این مرز ما باز نمیکنیم تا که مثلا شما خوب دوباره شین در راه دین که باز ما شما بشین با دیگه صحبت کنیم، دوستی کنیم. این مردانگی افغانان است چی؟ دیگه من بخی بر از این مردم حیران هستم که چرا از پشت از این مردم میگن از پشت جهادی‌ها یا مسلمانای فعلی که در افغانستان حاکم هستن گپای دروغ بود چرا میگن جای تاسف. من بخی بر از این مردم حیران هستم. جناب آقای انصاری از که شما تشکر زنده باشین. تشکر شما زنده باشین. سلامت باشین. خدا من تعجب میکنم، یعنی بعضی از دوستان میگن که خب زمانی در زمان جمهوریت امنیت و طالب خراب میکرد. خب جنگ رو بله طالبا جنگ میکردن به خاطر اعتقادی که داشتن، فکر میکردن افغانستان اشغال شده، با اشغالگرا با حکومت دستشانده اشغالگرا دارن میجنگن. همین موبایل مواصل پوانتون کابل را هم طالبا میدزدیدن بعد میکشتنش. زمینای پغمان رو هم طالبا از مردم غصب میکردن. شرکایی رو که به نام گیلانی و جیلانی و عطا و نور و فلان و اینها ساخته شد در عطا، اینا رو هم طالبا گرفته بودن، به عطا محمد نور و به گیلانی و به اینا داده بودن. این قصرهایی رو که اینا هر کدام برای خودشون ساخته بودن، اینا رو هم طالبا انجام داده بودن. یعنی کمی منصف باشیم از برای خدا، کمی انسان باید منصف باشه. و همون دزدهایی که بودن در سطح شهر در کل افغانستان، کسای قطاع طریقی که بودن، همه اینها یا با نماینده پارلمان ارتباط داشتن، یا با وزیر ارتباط داشتن، یا با معین وزیر ارتباط داشتن، با یکی از این دم و دستگاه حکومت ارتباط داشتن و اونها از اینها دفاع میکردن. بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام باشید. سلامت باشید دوست عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خیلی ممنون متشکرم. ببخشید برنامه انصاری؟ برنامه آن روی سکه بفرمایید. آقای انصاری؟ بفرمایید. سلام آقای انصاری. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت. خیلی ممنون متشکرم. ببخشید من خودم کرد هستم ولی خیلی افغانی ها را دوست دارم. واقعا ملت شجاع و با غیرت و واقعا ملت مجاهدی هستن و خیلی در لحاظ دفاع از
خاک و وطن ناموس مقدساتشون و واقعا یعنی ما مسلمان ها رو توی 2 میلیارد مسلمان چنین اقوامی رو کم داریم مثل ملت افغانستان. ولی فقط این که هست نباید در این سطح باشه، باید روز به روز ترقی و پیشرفت بیشتر بکنه. به خاطر این پیشرفت و ترقی ما باید کشور افغانستان، دولت افغانستان باید از کشورهای اسلامی، خاصتا از علماهای کشورهای اسلامی و دانشگاه اسلامی باید مشورت بگیره از لحاظ بحث دین، که من آقا چطور بکنم، چه کار بکنم، چطور عدالت رو برقرار بکنم، اخلاق و برقرار دین رو مثلا پیاده بکنم. اگر من اشتباهی از من راهنمایی بکنید، انتقاد بکنید، خلاصه پیشنهاد بدید. از این لحاظ دینی، از لحاظ دکتر نور محمد عمرا خیلی خوب اینا رو توضیح میده، ازش استفاده بکنیم. واقعا انسان نخبه‌ای هست. و بعد هم خود یک آقایی که توی افغانستان شهید محمد یاز نیازی خیلی سفارشات جالبی رو به دولت میکرد، ولی متاسفانه توی دولت جمهوری بود کشتنش، به دولت طالبان نرسید. اگه این اعلامی بود این خیلی جای استفاده بود. نخبه های شما رو متاسفانه خیلی هاشون رو کشته. همون کلیپ هایی که دارن، سخنرانی که دارن، دولت طالبان استفاده بکنه، واقعا جای خودشه که ازشون استفاده بکنه و بقیه نخبه های جهان اسلام توی این 57 کشور. از لحاظ ببخشید دنیایی هم شما باید کشور افغانستان باید یه شبکه بذاره برای مردم، صدای مردم بتونن هر پیشنهادی دارن، هر انتقادی دارن، چه از زنان، چه از مردان، چه از جوانان، چه از دانشجوها، چه از دانش آموزان، چه از ریشسفیدان، سران بزرگان طایفه ها، اقوامی که توی افغانستان هستن، باید توی هر قومی شورای تشکیل بدن، یکی رو نماینده خودشون بکنن. آقا مشکلاتی دارن، کمی هست، کاستی هست، جای ظلم میشه، جای تبعیض میشه، جای هر اشکالی داره بتونه انتخاب بکنه. حالا اگر پیشنهادی دارن برای بهتر شدن وضعیت زندگیشون از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مدنی، از لحاظ زیست‌ساخته، باید این شبکه باشه. باید دولت طالبان گوش شنوا داشته باشه. از سخنان مولانا عبدالحمید خیلی استفاده بکنی که سفارش‌هایی به دولت ایران میکنه، طالبان باید حتما اون سفارشات رو فکر کنه به خود طالبان میگه. باید اون توصیه‌هایی که میکنه، اون ایشون یک انسان متفکر نخبه هستن، اونا رو باید خیلی خیلی جدی بگیره، توی افغانستان پیاده بکنه. که دولت ایران نمیکنه، دولت افغانستان که اومده برای خدمت به مردم، شما برای خدمت اسلام، برای خدمت به مردم اومده، هم دنیای مردم آباد کنه، هم قیامت مردم. فقط قیامت نیست، باید دنیای مردم آباد بکنه، اونم به مردم گوش بکنه، مشکلاتشون رو، چه پیشنهادی دارن. از نخبه‌های افغانستان باید شورای تشکیل بشه، از دانشمندان افغانستان، نخبه‌های افغانستان، چه از زن چه از مرد، اونا رو به کار بگیره توی مناصب حکومتی، توی همه ارگان‌های دولتی، توی همه زیرساخت‌ها. شورای دانشمندان علوم دنیا، علوم روز، چه تجربی چه انسانی، خلاصه متخصصین در هر شاخه‌ای باید شورای داشته باشن، در تخصص خودشون باید هر تخصص شورای داشته باشه. از اون شوراها نخبه‌ها باید از نظراتشون مشوره بگیره. دولت طالبان، سران طالبان، نمیدونم رئیس طالبان باید استفاده بکنه. بعداً هم از تمام کشورهای اسلامی، از نخبه‌ها، دانشمندان، مراکز دانشگاهی کشورهای اسلامی باید استفاده بکنه. ببخشید الان شما مثلا همین که مردم افغانستان از لحاظ کشاورزی، از لحاظ توریستی مثلا ما چه توریست، از لحاظ مثلا طبیعت گردی، چه از لحاظ کشاورزی، یعنی از همه جهات افغانستان پتانسیل و ظرفیت اینو داره که واقعا خیلی 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 درآمدزایی بکنه. همین از لحاظ توریستی و جهانگردی و گردشگری. ببین از لحاظ کشاورزی من شبکه اصلاح شما رو خیلی خوب میبینم، شبکه اصلاح و معراج و شبکه هلال که در مسیر ریاست هست، برنامه‌های جالبی دارم، من خیلی نگاه میکنم. طبقه شبکه‌های اصلاح خاصتا شبکه برای خانواد خیلی برنامه جالبی داره. من یه بار دیدم مثلا کشاورزی میگفت زمین‌هایی که افغانستان خیلی برای مثلا زعفران خوبه، شما این هم مهندس کشاورزی توی جهان اسلام هست، چرا نمیارید مثلا یه شورا تشکیل بدید آقا زمین‌های تمام مناطق اقلیم‌هایی که توی افغانستان هست، ببین از لحاظ کشاورزی به درد چه محصولی میخوره، همون محصول رو کش بکنیم به جای همون تریاک چیه که مثلا نه اتفاقا در این زمینایی که ذکر کردید بله خلاصه ببخشید اینو قبلا نبود، ولی من میگم الان زعفران هم درآمدش بیشتره. بله دوست عزیز، یعنی خیلی از این مواردی رو که شما ذکر میکنید الحمدلله، یعنی شما شاید شنیده باشید در اخبار که زعفران افغانستان مثلا در چند سال اخیر رتبه اول رو در جهان کسب کرد، هم از نگاه کمیت هم از نگاه کیفیت، و تقریبا کشت تریاک در افغانستان به 0 رسیده. الان مثلا نسبت معتادها در کابل میتونیم بگیم به 0 رسیده. یعنی خدمات زیادی انجام دادن. منتها یک موضوع مهم این است دوست عزیز که الله سبحانه و تعالی وقتی که در مورد مکه صحبت میکنه میگه فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف.
دو امنیت مهم در جامعه که اساس بقیه امنیت ها در جامعه قرار میگیره. یکی امنیت اقتصادی است و یکی امنیت اجتماعی است. وقتی در یک جامعه امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی ایجاد بشه، الان چرا از سراسر دنیا دارن شرکت‌های تجارتی میان در افغانستان سرمایه گذاری میکنن با وجود اینکه راه‌های تجارتی بسته است، سفت کد بانک‌ها بسته است؟ چرا؟ چون امنیت وجود داره، امنیت اجتماعی وجود داره. تاجر وقتی که پولش در یک جای امن نباشه در اونجا سرمایه گذاری نمیکنه. امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی در یک جامعه ایجاد شد، بقیه امور جامعه اصلاح میشه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی این دو موضوع رو در این آیه بهش اشاره میکنه: امنیت غذایی، اقتصادی و امنیت اجتماعی، که الحمدلله این دو امنیت فعلا به وجود آمده و خدماتی که در طول 4-5 سال صورت گرفته، با وجود همه انتقاداتی که ما داریم در زمینه تحصیل دختران و غیره، در این 4 سال خدماتی که صورت گرفته بله دقیقاً اما در این 4 سال خدماتی که صورت گرفته، باور کنید با 35 سال 40 سال 50 سال گذشته قابل مقایسه نیست. میبینم آقای انصاری اینو درست میگید، ولی ببین ما باید در این حد بمونیم مثل کشور ایران، باید هی ترقی بکنید. بله داره، خب 4 سال میگم، یعنی روز به روز داره بهتر میشه. از لحاظ خدمات عمومی، از لحاظ زیست‌ساخت‌ها هی ترقی بکنه. ببین اگر شما بخواید ترقی بکنید باید هی انتقاد بشید، هی پیشنهاد بکنن شما، هی شما روز به روز خودتون رو بالاتر بیارید، بکشیم بالاتر. شما مسلمان هستیم، مؤمن قوی بهتر از مؤمن ضعیفه. مؤمن قوی در همه جهات باید قوی باشه. ما باید از لحاظ علم، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ رفاه، پیشرفت، از لحاظ رعایت کردن حقوق زنان در تمام دنیا باید الگو باشه. طالبان چه بباشید؟ اگر الگو نباشه میگن آقا این اسلام بد و بیرا اسلام، میگن خیلی ها مثلا الان من تو کردستان هستم، مثلا میگن این اسلام طالبان اجرا میکنه یا دولت جمهوری اسلامی. ما نخواستیم آقا، به خودم میگم، من خودم شینه تو اینم میکنم بعضیا. ببین ما باید یه چهره زیبا از اسلام نشون بدیم به مردم. مردم به قول دکتر عبدالواحد محمد صالح، نمیدونم شما میشناسید، توی کردستان عراق مثل دکتر زاکرناک پروفسورای پزشکی داره و دکتر علم دین دعوتگر مشهوری است. اگه بتونید دو افغانستان دعوت بکنید، ایشون خیلی واقعا انسان روشن فکری و دانشمند اسلامی هم هست، دانشمند علوم دنیایی هم، میتونه خیلی پیشنهادات جالب بده به ملت افغانستان. برادرش هم دکتر خالد محمد صالح، اونم پروفسور پزشکی، میتونه استفاده بکنه. میگم مردم نمیتونن برن تفسیر بخونن، همه که این توانایی علمی رو ندارن. مردم میان اسلام از عمل ما میبینن، میگن این اسلامه. اگه طالبان ادعاتو برقرار بکنه، تبعیض به هیچ قومی راه نبینه، من اگه من پشتونم اون چی خلاصه به همه به یک چشم ببینه، ادعاتو برابری باشه، به حقوق زنان رعایت بکنه، هی رفاه بیاره، هی تکنولوژی و علم و پیشرفت بده، مراکز دانشگاهی و سطحش رو هی روز به روز بالاتر بیاره. توی همه دانشگاه‌های کشورهای اسلامی بگه دانشگاه‌های افغانستان همکاری بکنن با دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، هم افزایی علمی بکنن، به رد و بدل استاد بکنن. چی میشه مثلا از الازهر مصر، از پاکستان، از کشورهای عربی، کشورهای مثلا آسیا مرکزی، همینطور از روی اینترنت مثلا استادهای اونجا بیان توی افغانستان تدریس بکنن، توی همه رشته‌های علمی. مثلا پزشکان اونجا بیان افغانستان، مثلا یه اتحادیه شورای پزشکان جهان اسلام تشکیل بدن، یه اتحادیه مثلا مهندسین کشاورزی، توی همه شاخه‌های علمی، توی بحران، توی مثلا محیط زیست. تشکر دوست عزیز. مثلا توی تشکر از لحاظ شاخه علمی یه شورا توی افغانستان باشه، مثل یک مرکز باشه برای تمام کشورهای اسلامی. اینا همه انشالله به مرور زمان حتما انشالله صورت خواهد گرفت. پیام شما رو دریافتیم، انشالله دوستان و مسئولین در امارات اسلامی شنیده باشن. تشکر از شما، زنده باشید. ولی اینا همش با اتحاد میشه. من از ملت افغانستان میخوام تو رو خدا نگیم من پشتونم، اون تاجیکی، اون چیه، با هم متحد باشیم. ما مساجر داریم، این مثال جالبی رو میگه اگر 5 انگشت با هم جمع بشن میشن مشت، میزنن بر دم اون استعمارگر، اونی که چشم طمع کرده استثمار استعمار بکنه خاکتونه. ولی اگر ما انگشت جدا باشیم، هر انگشت راحت میشکنه. تفرقه بیانداز، حکومت کن، عذاب گلالود ماهی میگیره. شما باید ملت افغانستان پشت دولتتون باشین، نه اینکه انتقاد تخریب کننده بکنی، انتقاد سازنده بکنی. جایی که به قول حضرت عمر میگه من اگر کس شدم با این شمشیر یا غمیان میگن راست بکنن، باید طالبان این ظرفیت به مردم بدین، آزادی بده که مردم راحت بدون انتقاد بکنن، انتقاد سازنده. بعدن هم مردم هم ببخشید به دنبال این باشن که طالبان اشتباهاتش اصلاح بکنن و طالبان از لحاظ دینی
نباید تعصب داشته باشه. آقا در تمام کشورهای اسلامی مراکز علمی هست، دانشگاه اسلامی هست، دانشمندان هستن، باید اونا نظرات اونا رو بشنوه. من باید اینو میگم که باید شورا توی جهان اسلام تشکیل بشه، هم از لحاظ دینی هم لحاظ دنیایی. بیاد طالبان و مردم افغانستان رو کمک کنه، ملتی که جنگ زده هستن 60 سال بیشتر فکر کنم استعمار شدن از طریق روس و انگلیس و امریکا، کشورهای ناتو. ما باید بهشون کمک کنیم. ما برادر هم هستیم، ما یک دین و یک قبله داریم. ما شما رو باید تقویت بکنیم. بعدا نمیاد ظرفیت هم هست. تشکر از شما. اینو بگم الان من شنیدم از آقای اکبر عرب برنامه صدا سینمای افغانستان میگفت توی ام بی سی نمیدونم یک شبکه عرب مثلا پشتون هست، مثلا عرب های هم هستن، توی تاریخ محافظت کردن اونجا. ببین هر اقوامی که توی افغانستان هست، همون قوم مثلا توی کشورهای اسلامی هم هست، همون قومی که توی افغانستان میشه یه نماینده میتونه با همون اقوامی که در کشورهای اسلامی هستن از لحاظ متاسفانه تماس ایشون قطع شد. دوست بعدی رو میگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب شما بخیر. شب شما بخیر، زنده باشید. حالتون خوبه؟ سلامت باشید، تشکر از شما. داشتم صحبتای این برادرمون گوش میکردم، از کردستان زنگ زده بودن. خب بدون شک من برنامه‌ام ببخشید که دیر رسیدم، بدون شک هر دولتی باشه مشکلات کمیاب و کاسی‌ها خودشو داره جناب استاد بزرگوار. و مهمترین چیزی که من در مورد امارت اسلامی از هیچی نمیترسم استاد، از یگانه موضوعی که میترسم که آینده امارت اسلامی و افغانستان به حال ایران نشه. این یگانه موضوعی است که خیلی منو اذیت میکنه. البته بدون شک ما قبول داریم که اسلام و امارت نیامد که امارت از بین ببره، اسلام اینجوری نیومد که از بین ببره از مردم افغانستان، مردم مسلمان به آسونی کار آسونی نیست که از بین بری. اما همین حکومت آخوندی همین چیزا این مسائل رو پیش میاره. جناب استاد نظر شما چیه در این مورد؟ و بعدش من یک سوال داشتم مطرح میکردم. والا حقیقتا من شکی 2 سال پیش یکی از مسئولین امارت اسلامی باشون دیداری داشتیم در یک جایی. من همین موضوع رو مطرح کردم، گفتم که من از این میترسم که در افغانستان ما شاهد یک ولایت فقیه باشیم به شکل سنیش، ولایت فقیه سنی. یعنی امروز در ایران مشکل اساسی همین ولایت فقیه است. یک شخصی اون بالا نشسته، خودخواه، خودکامه، دیکتاتور، هر چی که اون خواست که انه وحی منزل است، هر چی که او گفت که انه وحی منزل است. هر کسی هم با او مخالفت کرد میشه محارب. الذين يحاربون الله و رسوله. یعنی وقتی محارب شدی باید دیگه تو رو بکشن. به خاطر همین این است نایب امام زمان، ولی فقیه مطلق، هر حکمی که کرد حکم خدا و پیغمبر است. دقیقا همین شیوه و روش اگر خدای نخواسته در افغانستان تثبیت شود و ما شاهد یک حکومتی باشیم که یک شخص به نام دین هر حرفی که میزنه بدون چون و چرا باید قبول بشه و حرف او که انه وحی منزل است، هیچ اصلا قابل مناقشه نیست، این یعنی ولایت فقیه به شکل سنیش. در حالی که ما در همون آیه‌ای که اطاعت از ولی امر مطرح میشه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم. تنازع در چی است؟ تنازع در این است که گاهی امیر امکان داره خودکامه بشه، خودخواه بشه، امر غلطی بده، فرمان غلطی صادر بکنه، اجتهاد اشتباهی بکنه. عموم مسلمان ها حق دارن که با او منازعه بکنن. منازعه در چی؟ در حق. بگن که آقا این حرف تو اشتباه است. بعد از اون اگر که با او منازعه کردن فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، به قرآن و سنت باید برگردن. یعنی خود امیر حرفش وحی منزل نیست. حرف امیر اگر تابع قرآن و سنت باشد قابل قبول است، اگر مخالف قرآن و سنت باشد مردود است. تشکر. بفرمایید. در مقابل اون باید ایستادگی صورت بگیره. استادم این ولایت فقیه ما تقریبا فعلا داریم دیگه استاد بزرگوار، در افغانستان نداریم مگه؟ امیدواریم که به اون سمت و سو نره، انشالله بهتر بشه. انشالله امید هست. استاد بزرگوار من چند شب قبل یک کتابی مطالعه میکردم و در این کتاب یک موضوعی رو دیدم، اگر لطف کنید شما در مورد این معلومات بدین. کتاب اسم کتاب این است واقعات حیرت انگیز امام ابو حنیفه رحمه الله و مؤلفش هم مولانا عبدالقیوم حقانی هست و یک موضوعی در این کتاب در صفحه 58 و 59
یک موضوعی است که من ترجمهش برای شما فقط ذکر میکنم. میگه امام اعظم میرفت به کعبه در روزهای آخرین حج خود، رفت داخل کعبه شد و نماز خواند و در داخل کعبه این دعا رو خواند که ای پروردگار، عربی هست من فارسی براتون میگم، ای پروردگار معرفت تو یعنی کبریایی و همه صفات تو را، طوری که به من لازم بود فهمیدم و شناختم و طوری که حق بندگی تو بود آن را ادا کردن نتوانستم. ای پروردگار نقصان خدمت مرا به وسیله معرفت کمالت عفو کن، معرفت کمالت عفو کن تا همینجاست. و در جواب این میگه که از گوشه بیت الله صدای غیبی اومد که ای ابو حنیفه قسم که تو که ضرور بود تو معرفت ما را حاصل کردی، طوری که لازم بود تو خدمت دین ما را همان طور کردی، بخشیدم تو را و مقلدین تو را و تا روز قیامت کسی که در مذهب تو میاد همگی را بخشیدم. از دروغایی است که ساختن، از دروغایی است که ساختن. همچین چیزی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق نیفتاده. یعنی شما تصور بکنید پیامبر صلی الله علیه و سلم در اطراف کعبه مردم را به دین دعوت میکرد. یک روز در زجر الاسود از کنار کعبه صدا بر نیامد که ای محمد راه تو بر حق است، دین تو بر حق است. اگر همین صدای برمی آمد عتبه و شیبه و ربیعه و ابو لهب و ابو جهل همه مسلمان می شدن. برای پیامبر همچین اتفاقی نیامد، همچین اتفاقی نیفتاد. برای پیامبر یک فرشته نیامد در آسمان مدینه صدا بکنه ای محمد تو بر حقی و دیگران همه بر باطلند. همچین چیزی برای پیامبر اتفاق نیفتاد. برای عمر و ابوبکر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین اتفاق نیفتاد. برای امام ابو حنیفه اتفاق نیفتاد، ولو این که اتفاق افتاده باشه. و این دروغی است که ساختن. یعنی مثل یک مولوی بود خدا رحمتش بکنه شهید شد، کشتنش در افغانستان، مولوی صاحبی، میگه که خلاصه یک روزی امام ابو حنیفه در خواب میبینه که الله متعال بهش میگه که ای امام ما خود تو رو خیلی آدم بزرگ و چیز فکر میکردیم، تو چرا برای کسی که در تشهد اول بر من درود بفرستد، میبخشید پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب میبینه، میگه که تو چرا برای کسی که در تشهد اول بر من درود بفرستد او را به اصطلاح برای جزا تعیین کردی؟ یعنی در مذهب حنفی که میدونید در تشهد اول نباید درود خوانده بشه، کسی که اگر درود بخوانه باید سجده سهو بکنه. میگه که امام در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که یا رسول الله من اینو به خاطر این جزا تعیین کردم که این غافل بوده است در نماز. بعد پیامبر میفرماید که به 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 حقا که تو امام امت هستی. خب این دروغ است، این خودش توهین به امام ابو حنیفه است، مثل همین قصه ای که شما ذکر کردید. بالفرض محال اگر همین خواب یا همین صدا هم درست هم باشد، اصلا با دین اسلام مخالف است، با عقل مخالف است، با شریعت مخالف است. این به معنی این است که غیر از امام ابو حنیفه بقیه امامان اهل سنت و جماعت همه بر باطل بودن، فقط ایشان بر حق بوده. والا یعذ بالله. خب یکی از مشکلاتی که امارت اسلامی داره بازم همین است. من این کتاب از کجا پیدا کردم؟ من یک بار با مولای مسجد ما در مورد این مورد صحبت کردم، در مورد همین مورد همین وهابیت و سلفیت و اینا. بعد ایشون این کتاب بهم داد، گفت اینو بخون، این کتاب ببین امام اعظم چه جور آدمی بوده. این یگانه مشکلی که همون ولایت فقیه رو ذکر کردین عین همون در مورد مذهب حنفی است. متاسفانه اگر تو یک قدم از این یک طرف بری تو رو کافر میگن. جهل و تعصب. ببینید تعصب چرا در یک جامعه به وجود میاد؟ به خاطر جهل. هر موقعی که جهل و نادانی از یک جامعه بره، تعصب خود به خود نابود میشه، از بین میره. تعصب مذهبی باشه؟ بله، جهل سبب تعصب است. ممنونم جناب استاد. سلامت باشید، تشکر از شما. زنده باشید. زیادی هم کلام شدم با شما. سلامت باشید، تشکر از شما. باشید استاد بزرگوار، من دوباره چون یکم مشکل داشتم دوباره ان شاء الله برنامه رو تعقیب خواهم کرد. جان سپاس جناب استاد. سلامت باشید. شما جزای خیر نصیب کنه. و میسپارم به خدا. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این دوست عزیز.
بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام. سلام علیکم استاد عزیز. درباره همین دولت عمان پرسیدنی بودم. همینا خیلی دینه، مقصد کدام برای که از چند سرچشمه‌های غیر مسلمی شنیده بودم که اونا نه سنی هستن نه شیعی. درباره کمتر مفصل یا معلومات میدادیم استاد. دولت عمان مذهب رسمی در عمان و حکام عمان مذهبشان مذهب اباضی است. اباضی ها شاخه ای از خوارج هستند. اباضی ها خودشون رو اهل حق میگن، اهل دعوت میگن، اهل استقامت میگن. یک طایفه ای است که از عبدالله ابن عباس تمیمی، یکی از دعوتگران مشهور این فرقه است که به نام او بعداً به اباضی معروف است. اینا در اصل منهجشان برمیگردد به منهج خوارج، اما طبیعتاً اباضی هایی که امروز در عمان حکومت میکنن مانند اون خوارجی که در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بودن نیستن. یعنی یک سری تغییراتی در افکار و آرایشان ایجاد شده. مثلا عموم مسلمان ها را تکفیر نمی کنن، اما یک سری اصول و مسائلی دارن در قضایای فقهی، در قضایای اعتقادی. چیزی از شیعه است، چیزی از اهل سنت است، یک شلغم شوربایی هستن برای خودشان. منتها اگر تاریخی فکر بکنیم اینها برمیگردن به همون افکار خوارجی که در زمان رسول الله، در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ایجاد شد. تشکر زیاد استاد عزیز. بعد یک سوال دیگه، شخصیت احمد موسی جبریل یعنی با شما معلوم است استاد؟ نمیشناسم. تمام. اگر در واتساپ بفرستید در موردش انشاءالله جستجو میکنم، به شما اطلاع خواهم داد انشاءالله. تمام. تشکر زیاد استاد عزیز. سلامت باشید. سلام و رحمت الله و برکاته. مثلا در یمن فرقه زیدی‌ها هستن، بیشتر زیدی‌ها هستن که اینها نه شیعه اثناعشری هستن و نه اهل سنت و جماعت هستن. اینها نزدیکترین فرقه شیعه به اهل سنت هستند. به طور مثال زیدی ها، شیعیان زیدی به صحابه توهین نمی کنن، به خلفای راشدین لعن و نفرین نمی فرستن، به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها توهین نمی کنن. اعتقاداتشون در مسائل توحید و اینها مانند اهل سنت هست. در بعضی از مسائل اختلافاتی هم هست، در مسائل فقهی، در بعضی از شروع مسائل اعتقادی، اما نزدیکترین فرقه شیعه به اهل سنت و جماعت شیعیان زیدی هستند که در یمن، اکثریت در یمن زندگی میکنن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. سلام علیکم استاد انصاری بزرگوار. بفرمایید. استاد من میخواستم درباره از این صحبت کنم که یک نصیحتی به حکومت امارت اسلامی افغانستان از صدای شما برسانیم. بفرمایید. که بسیار زیاد برای آخوندهای ایران و روافض ایران نزدیک نشن، چون که چقدر یا ظلم کردن در کشور سوریه، عراق. فعلا که یک محدود تجارتی که با افغانستان دارن و خدا از پاکستان که همی ایران دلش کفتی است به همی آبادی افغانستان. فعلا که همی تجارت که میکنن بسیار به مجبوریت میکنن. بله. دیگه خودتان میفهمین که چقدر ظلم میکنه سر مهاجرای. امروز استاد بزرگوار این 10 نفره در مرز فراه مهاجران پناهجوها را کشتن استاد. دیگه فقط اما قدری که سر پاکستان اعتماد نمی کنن سر ایران هم نباید اعتماد کنن. درست. دقیقا. درباره یک چیز دیگه براتون میگفتم استاد، اگر میشه امی لایف تانه دمی تیک تاک هم اگر شما بتانین دو جام بسیار جوانا زیاد میباشه همزمان بتانین دو جام اجرا بکنیم. انشاءالله. انشاءالله حتما. سعی میکنیم که در روز جمعه انشاءالله برنامه زنده رو در تیک تاک هم بریم انشاءالله. تشکر. سلام علیکم. دوستان در این مورد انشاءالله برنامه ریزی داشته باشن که در روز جمعه
شروع انشالله برنامه رو در تیک تاک هم بریم انشالله. دوستان اشاره میکنن که 5 دقیقه تا پایان برنامه مونده. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. خیلی مختصر دوستان عزیز. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، ببخشید قطع شد، دوباره مزاحم شدم، ببخشید. بفرمایید. خیلی کوتاه چون لحظات پایانی برنامه است. بله بفرمایید. ببخشید همین رو میخواستم ببخشید بگم، از اون سخن زعفران کردم. ببخشید افغانستان به خاطر اقلیم آب و هوایی که داره، خیلی از داروهای گیاهی که خیلی گران قیمت هستن به غیر از زعفران میتونه توی افغانستان کشت بشه. اون کار متخصصینه که بفهمن که از لحاظ علمی ببخشید اینه، ببخشید ولی فقط در برابر اون اقوام که گفتم، شما باید از لحاظ مردم شناسی بافت مردم افغانستان مثلا تاجیک هستش، کرد هستش، ترک هستش، عرب هستش، ترکمن هستش، پشتون هستش، همون اقوام توی کشورهای اسلامی دیگه هم هستش. دولت طالبان میتونه از همون ظرفیت اقوامی که هستش با تمام اقوامی که مثلا هم فرهنگ و هم زبان اینا هستن، مثلا فرض کنم با پشتونهای پاکستان یا کشورهای دیگه، از لحاظ گردشگری، از لحاظ تجارت، از لحاظ مثلا یه مشترکاتی که دارن با هم، از لحاظ اقتصادی و تجاری و دیپلماسی و سیاسی میتونه از این ظرفیت‌ها استفاده بکنه. مثلا ایران میگه من از عرب‌های اهواز استفاده میکنم چون با عرب‌های مثلا عراق هم فرهنگ و هم زبان هستن، خاصتا مردم بصره. مثلا یه طایفه از نصفش مثلا توی عراق توی بصره، نصفش توی ایران است. میخواد از لحاظ تجاری مثلا گردشگری نمیدونم از لحاظ دیپلماسی سیاسی داره استفاده بکنه. طالبان هم باید همینطور بکنه. ببخشید ما کردا خیلی آدم‌های نخبه داریم. الان من شنیدم ببخشید توی افغانستان هم کرد هست، خیلی زبان و مشترکات زیاد داریم از لحاظ فرهنگی، زبانی، از لحاظ حتی طایفه‌های هست، نمیگم یک قوم هست ولی طایفه‌های الهی تبعید شدن اونجا. شما میتونید از همون کردا مثلا استفاده بکنی، با مثلا چاپاشه کردستان ارتباط بگیرید، لحاظ گردشگری تجاری مثلا واردات بکنید، صادرات بکنید. مثلا عرب‌هایی که توی افغانستان هستن میتونن با تمام کشورهای عربی تشکر میکنم از شما دوست عزیز. بله تشکر میکنم دوست عزیز. وقت برنامه بله این تحریما رو دور بزنید و اقتصاد خودتون رو پیشرفت بدید و آرامش و خلاصه آسایش و رفاه و خدمات عمومی افغانستان بیشتر بشه، زیست‌ساختارشون بهتر بشه ان شاء الله. از همین ظرفیت‌ها استفاده کنید برای اتحاد با کشورهای اسلامی و سلامت باشید دوست عزیز. الله مطالب ستون بکنه. محترف زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. ممنونم، متشکرم. ولی تو خدا طالبان بگید از لحاظ دینی این تعصب نداشته میانه رو باشه. سخن علما زنده باشید. تشکر از شما و سلام به همه ملت. زنده باشید. سلام به شما و همه کردهای عزیز. الله مطالب ستون کنه. سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه. الله مطالب ستون کنه. دست مردم ایران هم میبوسم، ما نوکر همشونیم. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از این برادر عزیزمون. من یک نکته رو میخوام اینجا از یک خبرگزاری رسمی در ایران نشون بدم و به بعضی از این افغانهای چی بگم، یعنی خودتون هر اسمی که دوست دارید براشون بگذارید که از هر فرصتی برای جنگ، برای نابودی، برای آشوب، برای هرج و مرج میخوان استفاده بکنن. این خبرگزاری دوستان اگر نشون بده خبرگزاری تسنیم است. میدونید دیگه خبرگزاری نزدیک به نظام ایران، نزدیک به سپاه پاسداران. خبر رو گوش کنید، خیلی جالبه. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت خروج کشت‌های آببر از این استان به خارج از کشور و کشت فراسرزمینی آنها در افغانستان در نشست آبان ماه شورای تامین خراسان رضوی به تصویب رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، امیرالله شمقدری در جمع خبرنگاران اظهار کرد که 85% آب خراسان رضوی در روزهای کشاورزی مصرف می شود و باید به دنبال کشاورزی نوین باشیم. وی ادامه داد مطابق مصوبه آبان ماه شورای تامین کشت چغندر قند به جز در برخی موارد در استان ممنوع شده است، به طوری که می توان گفت کشت این محصول آببر در خراسان رضوی تقریبا ممنوع شده است. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد که افغانستان اعلام آمادگی کرده است که کشت فراسرزمینی ما در آن کشور انجام شود، لذا در این مسیر اقدام خواهد شد. حالا خبر طولانی است. این یعنی چی میدونید؟
یعنی توی افغان اونجا دست روی دست میذاری میشینی، میخوای که به یک شکلی بیای نظام رو تخریب بکنی، امنیت رو به هم بزنی، یا به 4 تا بیناموس، دین فروش، ناموس فروش، بی غیرت فاحشه سیاسی که امروز در قصرهایشان در دبی و استانبول و جاهای دیگه در اروپا و آمریکا نشستن، دم از مقاومت و جبهه آزادی و فلان و علان میزنن، دل با اونا خوش کردی. ایرانی میاد در خاک تو کشت میکنه، زراعت میکنه، کشاورزی میکنه، محصولش رو از اونجا جمع میکنه میبره در داخل کشورش استفاده میکنه. ای کاش ما مخالف این کار نیستیم، ای کاش این محبت و صمیمیت و این همکاری و که بدون مصلحت باشه، بدون دشمنی پنهانی باشه، بین همه کشورها ایجاد بشه. حالا در کشوری مثلا کشت چغندر خوب است، در اونجا اجازه بدن کشور همسایه که این امکانات نداره در اونجا کشاورزی بکنه، یا برعکسش این همکاری ها باشه. ای کاش این محبت ها باشه، همکاری ها باشه. اما این خبر رو برای نمونه من دارم میخونم خدمت شما که دوستان عزیز، ملت افغانستان، ببینید ایران میاد در خاک حاصل خیز تو کشاورزی میکنه تا ببره شکم ملتش رو سیر بکنه. چرا این کار رو تو انجام نمیدی و این رو صادر نمی کنی به ایران که هم درآمدی برای خودت بشه، هم درآمدی برای کشورت بشه و هم روز به روز وضعیت کشور بهتر بشه، وضع اقتصادی تو بهتر بشه، وضع اقتصادی خانوادت بهتر میشه، دهت، شهرت، کشورت، همه اینا همه مثل یک زنجیر با هم مرتبط هستن. ای کاش ما تعصب رو کنار بگذاریم، خودکامگی، تکبر، جهالت، مسائلی که اصلا یعنی شما تصور بکنید، من گاهی اوقات مثال میارم، 100 سال به این طرف عرب ها داد از قومیت عربی زدن. این حزب بعث که در عراق و سوریه و اونجا تأسیس شد، در لبنان و اینها، عددش بود ناسیونالیسم عربی، یا در مصر یا در این کشورهای عربی 100 سال داد زدن ناسیونالیسم عربی. نتیجه چی شد؟ آیا اسرائیل از بین رفت؟ آیا اون بردگی و ذلت خاری خودشون رو تونستن از بین ببرن؟ نه. روز به روز برده‌تر، بدتر از دیروز شدن. تعصبات قومی، به خاطر همین کسی که تعصب قومی داره، تعصب نژادی داره، تعصب زبانی داره، این انسان پیرو ابلیس است. ابلیس اولین کسی بود که گفت که انا خیر منه، من بهتر از آدم هستم. چرا با هم سجده بکنم؟ من بهترم. خلقتنی من النار و خلقته من الطین، من از آتش آفریدی، اون رو از خاک آفریدی. آتش از خاک برتر از تعصب. این تعصب سبب بدبختی ابلیس شد و هر انسان متعصب پیرو ابلیس است. تا برنامه آینده و فرصت دیگر که باز هم با شما عزیزان در آن روی سکه همراه خواهم بود، همه‌تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني